بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قلبی آسیا، ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را مثل همیشه کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، خصوصا علاقمندان برنامه قلب آسیا، خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز و گرامی، البته همه شما عزیزان میدانید که در خلال هفته گذشته، در آخرین روزهای هفته گذشته، شیطان بزرگ آمریکا بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار افغانستان، بزرگترین بم دنیا بعد از اتم البته که نام او را هم مادر بم گذاشتند، بر خاک پاک افغانستان پرتاب کردند و این گونه افغانستان را به دنیا ثابت کرد که یک کشور میدان آزمایشگاه اسلحه دنیای دیگر، به خصوص ایالات متحده آمریکا است. هر وقت خواست و هر کار خواست می کند و به هر نقطه افغانستان خواست بم پرتاب می کند و بم باران می کند. البته اینجا شیطان بزرگ به افغانستان آمده، به خاطر این نیامده که برای ما کشور ما را آباد بکنه و امنیت و آسایش و استقرار و ثبات را برای ما بیاره. چون اگر این کار را میکرد، باز کلام الله متعال که میگوید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، او معنای پیدا نمیکرد. پس امریکا، یهود و نصارا دشمنان مسلمانان، دشمنان کشورهای اسلامی هستند. هیچگاه آمده بر ما گل نمی پاشند، بر ما و بر ملت ما و در کشور ما گل نمی پاشند. بس همین بم هاست که پرتاب می کنند. اما از سوی دیگر شیطان کوچک هم اینجا آرام ننشست، عقب ننشست، بلکه دنبال رو شیطان بزرگ شده. بالای ملت شریف افغانستان، یکی از تلویزیون های یکی از مراجع بزرگ شیعیان ایران به نام مکارم شیرازی که تلویزیونشان به نام ولایت هست، شاید تعداد از شما با نامش آشنا باشین و تعدادی هم شاید آشنا نباشین. این تلویزیون از شیطان کوچک آمده نیست، بالای ملت افغانستان هجوم کرد و بر ملت شریف و غیور افغانستان اهانت و توهین هایی را روا نمود. اگر ما بیایم گله بکنیم که والا چرا امریکا بر بالای ما بم پرتاب کرد، یا چرا یک تلویزیونی مربوط به مراجع شیعیان ایران بر ملت افغانستان توهین کرد، شاید معنایی نداشته باشد. چون اینها دشمن هستند، یک دشمن آشکار و صریح و دیگر هم دشمن به عنوان مار آستین. به خاطر همین اهداف، به خاطر همین کار آنها همیشه آماده هستند و بر ملت ما، بر ملت مسلمان همیشه تاخت و تاز کردند و میکنند. شبکه های تلویزیونی شیعه قبل از شبکه هایشان، اگر ما به مراجع و کتب ها و مصادر بزرگ شیعیان برویم، مقدسات اسلام از الله متعال گرفته تا پیامبران، تا قرآن کریم، تا صحابه کرام، ائمه بزرگوار، تابعین، تا به امروز به شخصیت ها و مقدسات اهل سنت توهین کردند، میکنند و باز هم خواهند کرد. از آنها گلایه نداریم. اما هدف از اجرای این برنامه ها فقط این است که ما بتوانیم آن عده سنی هایی که فریب خوردن، در خواب غفلت هستند و فکر میکنند که یهود و نصارا دوستان ما هست و یا این روافض دوستان و برادران ما هستند، میخوایم اینها کمی متوجه شوند، اینها بیدار شوند که شما در کجا خواب هستید. و کسی که به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه، صلاح الدین ایوبی و سایر بزرگان و ابرمردان اهل سنت رحم نکردند و آمده به من و تو رحم میکنند.
با آنها دست دوستی ندادن، با آنها اعلان عداوت و دشمنی و جنگ کردن. آیا آمده با من و تو سنی خواب رفته خفته آمده دوستی میکنن؟ نه خیر، گول خوردید، فریب خوردید، فریب شوراهای اخوت و نمیدانم فلان و فلان را خوردید. یا تعدادی هم شاید پول گرفته فروخته شده باشند و تعدادی حتما فریب خوردن، فریب حرفهای چرب و دروغین و ادعاها و شعارهای دروغین آخوندهای رافضی را خوردن. ما میخواهیم از خلال این برنامه آنها را متوجه کنیم، آنها را بیدار کنیم و از سوی دیگر چهره واقعی آخوندهای رافضی را برای ملت شریف افغانستان، برای مسلمانان جهان، برای مسلمانان فارسی زبان آشکار کنیم که اینها که ها هستند. اینهایی که دم از محبت با اهل بیت میزنند، دم از اخوت و برادری میزنند، دم از جنگ با آمریکا و اسرائیل میزنند، اینها بیشتر از آمریکا و اسرائیل و مسلمانان ضربه زدن در تاریخ و باز هم خواهند زد. پس عنوان برنامه این هفته قلبی آسیا هست توهین شبکه ولایت به ملت شریف افغانستان. در آغاز از جناب مولانا ما میخوایم اگر صحبت داشته باشن مقدماتی در مورد مادر بمب اگر چیزی میگوین یا در مورد توهین شبکه ولایت اگر چیزی میگوین میشنویم. شکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. ما هم به نوبه خود پرتاب این مادر بم که بزرگترین بم بعد از اتم گفته شده در کشور عزیز ما افغانستان که پرتاب میشه در ولایت ننگرهار و ولسوالی ارچین. این عمل این وحشیان دوران، وحشیان تاریخ را به شدت محکوم نموده، خلاف قانون افغانستان، خلاف مقررات افغانستان و خلاف حتی قانون بین المللی جهان صورت گرفته و از کسانی که در داخل افغانستان این را محکوم کردن، مسئولین بلندپایه‌ای که در داخل افغانستان خصوصا رئیس جمهور پیشین و قبلی افغانستان جناب آقای کرزی این را به شدت محکوم کردن و ما هم این را محکوم میکنیم و کسانی که این عمل را و این جنایت را مرتکب شدن به اونها نفرین میفرستیم و به سایر ملت افغانستان این را بیان میکنیم که یهود و نصارا همانطوری که شما اشاره فرمودید در افغانستان نیامدن که برای ما خدمت داشته باشند که سبب فوز و فلاح و رستگاری دنیا و یا آخرت ملت افغانستان بشه. قرآن اشاره میکنه به صراحت کامل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. آیه دیگه اشاره میکنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آیه دیگه اشاره میکنه که ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. آرزوی کفار، هدف یهود و نصارا، آرزوی یهود و نصارا اینه که مسلمان ها را از دین اینا برگردانن، از اعتقادات و باورهای اینا برگردانن. به هر حال این عمل وحشیانه و این عملی که ضد انسانی و بشری که در افغانستان این بمر استعمال کردن و استفاده کردن شدت محکوم هست و امیدواریم کسانی در افغانستان که امروز بلند شدن و جواب دندان شکن دادن با این حرف خود ثابت قدم بمانند و همانطوری که انگلیس از فرزندان افغان جواب دندان شکن شنید، روسیه جواب دندان شکن شنید. امیدواریم که این آغاز ذلت و خاری
و شکست نیروهای آمریکایی و هم پیمانانش در افغانستان باشه. انشاءالله. تشکر. از سلامت باشه جناب مولانا صاحب انصاری. بیننده های عزیز، تلویزیون آقای مکارمی شیرازی، در این تلویزیون یکی از شاگردان آقای مکارمی شیرازی، یکی از آخوندهای صیغه‌زاده، وقتی که ما صیغه‌زاده میگوییم آنها بعدشان میاد، یعنی خوش ندارند که به آنها صیغه‌زاده گفته شود، در حالی که در کتاب‌هاشان در فضائل صیغه روایات های دارند که از حج هم بالاتر است، نمیفهم برابر چند میلیون حج ثواب دارد و غیره چیزها. خب به هر صورت این آخوند صیغه‌زاده آمد و بر ملت شریف افغانستان توهین کرد. توهینش این است که این آخوند آمده میگوید که سال یک بار ملت هرات از جناب مولانا صاحب انصاری نام میگیرن، از خانواده بزرگوار خواجه عبدالله انصار نام میبرن، میگوین که ملت هرات سال یک بار در یک میدان، در یک صحرا جمع میشوند و همه استاده بول میکنند و این را سنت میدانند. نمیدانم هراتیان عزیز با شمول جناب مولانا همچون چیزی را در هرات شاهد بودن یا نبودن. کلیپ را میبینیم، حرف های این آخوند را میشنویم و سپس انشاءالله پاسخ جناب مولانا صاحب انصاری و دیگر برادرانی که در خلال این بحث با ما شریک خواهیم شنید. از جاویدجان عزیز ما میخواهیم که کلیپ شماره 1 را به نشر بسپارند که این آخوند صیغه‌زاده چی میگوید. ولی از یک راوی اینا روایتی که اگر استاده بول کرده باشه روایت نقل نمی‌کنن، یک سنت میدونه این رو. جالب، این اجداد آقای مجیب الرحمن در هرات هر سال این کار انجام میدادن و الان هم حتما اینا انجام میدن. یک روز رو در هرات، اینا روز سنت پیغمبر به هر حال. ما نمیدونیم، من در جریان نیستم چون نبودن در هرات. خود علمای اهل سنت نقل کتاب المجموع آقای نووی، چاپ بیت الافکار دولیه، جلد اول، چاپ ریاض عربستان سعودی هست. کتاب مال اهل سنت، چاپ ریاض عربستان سعودی هست، صفحه 301 که به هر حال یک سال، حالا من کجاش اینجاست، بله در اینجاست. و صار هذا عادة لأهل هرات یبولون قیاما فی کل سنة مرة احیاء لتلک السنه. میگه به هر حال مردم هرات هر سال یک بار، حداقل یک بار ایستاده بول میکردن که سنت پیغمبر رو احیا کنن. حالا دیگه اجداد مجیب الرحمن و این انصاری و اینها که اهل هراتن، حالا حتما خودشون هم رعایت میکنن، این سنت رو باید حتما انجام بدن و ببینیم که مثلا بیان همشون مثلا در یک سباتت قوم، این یک بر مزبله بیان و همه از دم سنت پیغمبر رو احیا کنن. سنتی که پیغمبری که خودشون درست کردن، پیغمبری که بنی امیه درست کرده، و اگر نه پیغمبری که مسلمان ها قبول دارن، پیغمبری که خداوند برای ما فرستاده، هرگز چنین کارهای انجام نمیده و مبراست از این تهمت‌های بسیار رکیک و زشت. البته سلامت باشید. البته خبری از اون توجیه آقای عقیل هاشمی نبود ظاهرا در متن روایت که نم بارانی بوده است، مثلا روزهایی که واضح روشنه دیگه، هر سال یک روز بارانی نمیشه هرات. بسیار عالی. سوال دیگری که من تشکر جاوید جان عزیز که کلیپ را به نشر سپاریدین و ما حرف‌های این آخوند صیغه‌زاده را شنیدیم که میگفت ملت هرات در سال یک بار در یک دشت جمع میشوند و ایستاده همه بول میکنند و این را سنت پیغمبر میدانند، همون پیغمبری که پیغمبر بنی امیه است و پیغمبر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری و خانواده بزرگوار خواجه عبدالله انصار است، نه پیامبر این آخوندها. آیا شما در هرات همچون چیزی دارید که ما خبر نداریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا قبل از این که ما به بحث و به این موضوع بپردازم، اجازه میتونید یک چیز دیگر من اشاره بکنم قبل از اینکه شما پاسختان را آغاز بکنید؟ بسیار زیاد میبخشید. بیننده‌های عزیز البته در جریان هستید. هفته‌های گذشته یکی دیگری از این آخوندهای صیغه‌زاده آمد به جناب مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید رهبر اهل سنت ایران که در سفری به عربستان سعودی داشتند در مجلس شورای رابطه عالم اسلامی و در حین سفرشان به مدینه منوره تصادفی ملاقاتی در
زیارت شهدای احد با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری شدم. اونجا یکی از دوستا تصویری گرفته بود و تصویر در اینترنت پخش شد. آخوند صیغه‌زاده آمد و گفت خب توهین هایی که به جناب مولانا عبدالحمید کردن البته پاسخ دندان شکنی دریافتند. آنجا گفتن که جناب مولانا عبدالحمید آمد با یکی از ناصبی ها جناب مولانا انصاری را ناصبی خواند و در عین حال کسی که به اهل بیت توهین میکنه و دشمن اهل بیت و گفت بدتر از یهود و نصارا، بدتر از اسرائیل، این توهین ها را به جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری انجام داد و کرد. ما در هفته گذشته خیلی زیاد اصرار کردیم، تا آخرین لحظات اصرار کردیم که جناب مولانا بریم برنامه اجرا بکنیم. به شخصیت شما توهین شده است. آیا واقعا شما ناصبی هستید که از امریکا و اسرائیل بدتر؟ آیا شما دشمن اهل بیت هستید؟ آیا واقعا شما به اهل بیت، به علی ابن ابی طالب، به امام حسن، امام حسین، به فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین، به امام جعفر صادق و غیره بزرگان اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه توهین کردید؟ باید در این مورد برنامه بریم. گفتن نخیر، توهینی که به من کردن مشکلی نیست. قبل از من به پیامبران توهین کردن، به مقدسات ما توهین کردن، به شخص منم توهین کرده است. گپی نیست. آماده نشدن و ما نتوانستیم برنامه را اجرا بکنیم. جناب مولانا آنجا خاموش شدید، اما حالا دیگه گپ از ملت هرات است، گپ از علمای هرات است، گپ رسیده به خانواده بزرگ خواجه عبدالله انصار، نواده های ابو ایوب انصاری. چرا سکوت نمی‌کنید؟ تشکر. من قبل از این که به سوال شما و حرف هایی که این کارمند یا بالاخره کارشناس این تلویزیون بیان کرد، ما هر آنچه که میگیم خواهران و برادران اهل تشیع ما برای ما محترم هستند. بحث شیعه تا بحث روافض جدا هست. مسئله شیعه از مسئله این آخوندان دین فروش جدا هست. درست. خیلی برادران محترم شیعه داریم و خواهران محترمه شیعه داریم که والله قسم که وقتی اونها این حرف ها را میشنون سخت خونجیگر میشن و اندوهگین میشن. مسئله دیگر این که به خود شخص بنده اگر ناصبی گفته شد، اگر دشمن اهل بیت گفته شد، از شبکه‌ای که به او شبکه به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، به ناموس پیامبر توهین بشه و فحش بشه، دیگه من توقع دارم از او شبکه تعریف بشم. والله هر وقت از او شبکه من تعریف بشم و صحابه کوبیده بشن، اینجا دیگه من واقعا باید در ایمان خود تجدید نظر کنم. و نکته دیگری که میخوام ایر اشاره کنم که الان چرا این برنامه را انتخاب کردم، چون نمیخوام دفاع از خود شخصی داشته باشم. ملت هرات، ملت افغانستان با محبتی که به بنده، به خانواده بنده و احترامی که به اجداد بنده از ابو ایوب انصاری گرفته تا شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی خواجه عبدالله انصاری و تا به امروز و خیلی از خواهران و برادران شیعی ما در هرات ارادتمند و مخلص در خانواده ما هستند که از هرومین شمس هست. این اگر به مسئولین و یا کارشناسان شبکه ولایت معلوم نیست، اینها یا اینکه معلوم هست خود را به خواب غفلت میزنن، از حرف هایی که بیان میکنن عواقبی را نسنجیده موضوعات را مطرح میکنن. موضوع ما دفاع از توهینی که به ملت هرات شده، توهینی که به ملت افغانستان شده، توهینی که به مدارس. اولا قضیه این که ملت هرات استاده سال یک مرتبه بول میکردن یا میکنن، در مسئله بول کردن استاده یک قضیه فقهی هست. قضیه فقهیه، بحثیه که از رسول صلی الله علیه و سلم ثابت شده. این آخوند میگه که این سنت ساخته شده پیامبرشان، پیامبر بنی امیه و ما
ایت پیامبری نداریم. خب چیز واضح و مسلمه هست. این آخونده که این قضیه رو مطرح میکنه او بحث پیامبر داره، اونها به صراحت میگن خدایی که پیامبر فرستاده و خلیفه او پیامبر ابوبکر باشه او خدای ما نیست. اونها خدا رو قبول ندارن در قسمتی که پیامبر خلیفی و ابوبکر باشه، خلیفی و عمر باشه، خلیفی و عثمان باشه، خدا رو قبول ندارن. پیامبر رو میخوایم قبول بکنن. یک نکته دیگر این که بحث مسئله فقهی هست. رسول صلی الله علیه و سلم، بله با افتخار کامل میگم، پیامبر من استاد بول کرد به خاطری که فردا اگر امتی و ضرورتی میشه به حرج واقع نشه. انسان مریضه، انسان به یک حالتی قرار میگیره که نمیتونه نشسته، هیچ اشکالی نداره. پیامبر من این را جایز دانسته. پیامبر امام جعفر صادق که امام من هست، نه امام این آخوندان دین فروش، امام جعفر صادق اجازه داده، امام جعفر صادق تایید کرده، ائمه بزرگوار این مسئله رو بیان کردن. کتب این آخوند نه از کتب خود خبر داره، نه از کتب اهل سنت خبر داره و نه پیامبر خود را میشناسه. بله استاد بول نمودن پیامبر اجازه داده، انجام داده، امام جعفر صادق اجازه داده. بله پیامبر بنی امیه این کار کرده، پیامبر من کرده. برای ما مسلمان ها هر وقت ضرورتی پیش آمد که ما نشسته نتونستیم، اجازه هست، شریعت اجازه داده و بالاخره یک قضیه فقهی است. درست. اما میخوام این نکته اشاره بکنم، اما پیامبر این آخوند اجازه نداده. فقط در اینجا من میخوام اقوال امام جعفر صادق بله. و از کتب تشیع بیان کنم به خاطری که تکرار نیایه این مسئله. بله. در شب سه‌شنبه در برنامه آن روی سکه جناب حضرت شیخ محمد انصاری حفظه الله به این مسائل اشاره کردن. از بینندگان عزیز و گرامی میخوام که فقط بشنون که مسئله استاد شدن و یا بول نمودن در حال استاده در کتب تشیع چی میگه، در کتب تسنن چی میگه. این یک قضیه. اما این که این آخون میایه یک ملتی که هرات شهر علم، شهر فرهنگ، شهر دانش، شهریه که به یک روز به خاطر عقیده خود 25,000 انسان را به قربانگاه میفرسته، به خاطر عقیده خود، به خاطر دفاع از دین خود و اسلام و قرآن. این میایه به شکل استهزا و تمسخر این قضیه برای اهل سنت هرات نسبت میده و با تمسخر بیان میکنه. و بعد اجداد مرا، پای اجداد مرا میکشانه، در حالتی که من مطمئنم که کسانی که حرف را میشنوند، کسانی که عاشق و شیدای شیفته مناجات نامه خواجه انصار، الهی نامه خواجه انصار، گنج نامه خواجه انصار، کتب خواجه انصار، آن خواهر و برادر شیعه‌ای که مناجات نامه خواجه انصار را میخوانه و الهی وقتی از اون مناجات نامه و الهی نامه لذت میبره، در این لحظه وقتی پیام این آخوند در بشنوه برایش نفرین میفرسته. چون این آخوند اگر مرا نشناخته و جد مرا نشناخته و بالآخر آبا و اجداد مرا نشناخته مطالعه کنه. من قبل از اینکه او حرف ها بیان بشه، کلیپ ها گذاشته بشه و سخن جناب حضرت شیخ محمد انصاری حفظه الله بیان بشه، من این نکته میخوام بیان کنم که اگرچه حرف های دیگری برای جناب آقای مکارم شیرازی که تنبیل کننده این شبکه هست، درست. یک نکته میخوام بگم. بعد از توهین به شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله، آقای مکارم شیرازی در صفحه رسمی خود پیام گذاشت. بله. پیام گذاشت که اگر بعد از این شبکه ولایت دست به اختلاف و تفرقه بندازه، یک بار دیگه اگر تکرار بشه، من دست از تمویل و حمایت از این شبکه من برمیدارم. بله. جناب آقای مکارم شیرازی،
من نمیدانم حرف شما چگونه هست. آیا این حرف شما به این شاگرد شما که از زبان شما و از تریبون شما و از فتوای شما ملت هراتر، ملت افغانستان را به خشم آورده، شما چی نظر دارید؟ اگر فتوای شما به اینها رسیده و اینها عمل نکردن، پس او جایگاه و مرجعیت شما که حرف شما با شاگرد شما اثر نکنه، آیا برای دیگر مقلدین شما اثر خواهد کرد؟ شما به عنوان یک مرجع بزرگ در بین یک عده از اهل تشیع، آیا شما فکر کردید که این حرف شاگرد شما، این حرف نماینده شما قلوب ملت مجاهد خیز و قهرمان افغانستان را جریحه دار ساخته؟ شما که بحث از محور وحدت و اخوت و اینها دارید، اگر این حرف به اینها نرسیده، پس من تعجب میکنم با این مدیریت شما و با این مرجعیت شما. و من پیام های دیگری هم به آقای مکارم شیرازی از طرف علمای افغانستان و از طرف ملت افغانستان دارم که انشالله بعد از این که دوستا و عزیزان ببینن که قضیه استاده بول کردن آیا تنها سنت پیامبر ما بوده یا از سنت امام جعفر صادق بوده، یا این قضیه تنها به ملت هرات برمیگرده. و این نکته را هم باید من تذکر بدم که وقتی که نگاه میکنیم که سنت رسول صلی الله علیه و سلم و این آخون میایه میگه این پیامبر ایشان بوده، پیامبر بنی امیه بوده، این پیامبر به ما ربط نداره. چیز واضح و مسلمیه، پیامبر به شما ربط نداره. پیامبر از شما وقتی شما با ناموس پیامبر تاخت و تاز دارید، پیامبر میایه در کنار شما. شما تعجب به اینه که امروز الحمدلله خیلی از خواهران و برادران تشیعی ما فهمیدن، متوجه شدن به این قضیه. جناب استاد بزرگوار، امروز در ایران رهبر انقلاب ایران کسی بیایه بگه که 23 سال شما کار کردید، اگرچه بیش از 30 سال، 23 سال شما کار کردید، شما جناب رهبر ایران 23 سال کار کردید، ناموس شما اصلاح نشد، داماد شما اصلاح نشد، داماد دیگر شما اصلاح نشد، خسر شما اصلاح نشد، خسر دیگر شما اصلاح نشد، شاگردانی هم که شما ارتش و سپاهی هم که اینها را ساختید بعد از 20 سال همه بالاخره مرتد شدن و برگشتن، این رهبر میشه رهبر موفقیت؟ همین میتونن به رهبر ایران همین بگن، همین جمله‌ای که به پیامبر میگن. پس بناهن عبدالله ابن سبعی یهودی چنان سنگ گذاشته که در مقابل هر مقدسی از مقدسات اسلام آمده یک بت ساخته. به مقابل الله سبحانه و تعالی شیئی، به مقابل الله سبحانه و تعالی میگه لا یعلم الغیب الا الله، اینها نه، امامم غیب میفهمه. قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن تحریف نشده، نه تحریف شده قرآن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ذات نبی کریم صلی الله علیه و سلم، کسی که 23 سال نبوت خود کامیاب نباشه، پس کی کامیابه؟ ابن سبعی یهودی کامیاب شده؟ پس همه اینها شما ببینیم چون بزرگترین راوی از بین ازواج مطهرات ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره هست، دشمن ام المؤمنین او را هدف قرار داده. پس به اینه که ما هدف از این صحبت، من نمیخواستم به این مسائل داخل بشم، اما دفاع از ملت شرافتمند افغانستان، دفاع از مدارس هست و دفاع از حوزه‌های علمی هست. و اگر این روی این خزعبلات و این حرفها و این تفرقه انگیزی ها و اینها جناب آقای مکارم شیرازی نگیره، این را بدانه که هر مشکلی در افغانستان به حوزه‌های علمی پیش می آید، هر مشکلی در بین شیعه و سنی پیش می آید، مسئولیت به پای
جناب آقای مکارم شیرازی هست. به خاطر اینکه در هرات شیعه و سنی با همدیگر زندگی کردن، با همدیگر زندگی میکنن، با همدیگر محبت دارن، با همدیگر کار و معامله دارن، با همدیگر تجارت دارن. اما امروز این شبکه میآیه و بالاخره اختلافات رو به پا میکنه که جمع کردن اینها مگر عذر و ندامت و پشیمانی مسئول این شبکه خواهد بود. انشاءالله. تشکر جناب مولانا صاحب انصاری. بیننده های عزیز، همانگونه که کلیپ آخوند را شنیدید و صحبت های جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را که گفتن به پاسخ آن آخوند که از کتاب ها و مراجع بزرگ شیعه روایت های درباره بول استاده از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از امامان اهل بیت ثابت هست سخن تکرار نشود. استاد محمد انصاری در برنامه آن روی سکه تفصیلی به این کلیپ پاسخ دادن و از کتاب ها و مصادر و مراجع شیعه روایت های زیادی را به نمایش گذاشتن که در آنها بول استاده را سنت گفته شده. کلیپ شماره 2 را جاوید جان به نشر بسپار که میشنویم در کتاب های اهل تشیع درباره بول استاده چی آمده است. آیا پیامبر امام جعفر صادق بول استاده را انجام داده است تا در وقت نیاز و ضرورت امتشان به حرج واقع نشوند، یا خیر این آخوند پیامبر دیگری دارد که از آن هم نمیداند در کجاست؟ بله، کلیپ شماره 2 را جاوید جان به نشر بسپار. این مطلب رو من این خبیث اینجا نمیخونه. اینجا قولی را از امام شافعی رحمه الله نقل میکنن که عرب عادت داشتن که بعضی از مرضی رو که به اصطلاح در پشت مرد باشه رو به وسیله ایستاده بول کردن علاج میکردن و این رو به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم گفتن که این کسی که اگر به اصطلاح این احساس درد میکنه این کار رو بکنه. بعد میگه که این عادتی بود در بین اهل هرات که ایستاده بول میکردن در هر سال یک مرتبه، نه اینکه همه جمع بشن و یک جا بول بکنن. و این خبیث صیغه زاده میگه که اجداد مولانا مجیب الرحمن انصاری، حالا جد بزرگوار حضرت مولانا خواجه عبدالله انصاری هستن و این خبیث زنازاده قمی توهین میکنه به جد مولانا مجیب الرحمن انصاری و این دیگه برمیگرده به ملت غیور هرات که با این خبیث و امثال این چگونه برخورد خواهند کرد. من این آخرین کلیپی خواهد بود که در این موضوعات من انشاءالله بحث میکنم و بعد از این ما پابند این نصیحت حضرت مولانا هستیم و اگر کوچکترین اهانتی ازتون سر زد بعد ببینید که چه بلایی به سرتون خواهیم آورد. به هر صورت اینجا کل این پیامبری که بنی امیه درست کرده ایستاده بول میکرده و اینها ایستاده بول میکنن و فلان میکنن. آقای یزدانی، اگر که اهل ایراد این کارو میکردن، اگر که اجداد هر کسی این کارو میکرده، اینها پیروی میکردن از امام جعفر صادق، پیروی میکردن از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، همون جعفر صادق، همون اهل بیتی که شما در کتاباتون معرفی کردید. بنی امیه اینا رو معرفی کرده. حالا ببینیم که کی معرفی کرده. شما رافضی های خبیث در کتابهاتون همین مطالب هست، اما تو اینقدر احمق بی سوادی که تو از مذهب خودت خبر نیستی، از کتابای خودت خبر نیستی. بسم الله، یکی من برات نشون میدم تا بفهمی که ایستاده بول کردن هم جز فضایل مذهب شماست. این از کتاب کافی از کلینیشون، ثقة الاسلام، شناسنامش، صفحه 314، جلد 6، حدیث شماره 18. در اینجا مطلبی رو میاره از کی؟ علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از مردی از ابی عبدالله امام جعفر صادق قال سألته عن رجل یتلی فیبول و هو قائم، مردی که ایستاده میشاشه به اصطلاح یا بول میکنه. قال لا بأس به، هیچ اشکالی نداره. این بنی امیه نیستین، این ابو عبدالله خودتونه، امام جعفر صادق ما. هیچ اشکالی نداره. حالا تو زندیق از کجا براش اشکال گرفتی؟ من نمیدونم.
من بارها گفتم شما شیعه هم نیستید، از دین خودتون خبر ندارید. این از کتاب الکافی. این المسترشد خودشون از طبری شیعه، صفحه بعدش اینم شناسنامه‌اش، اینم همین مطلب. میگه از حذیفه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک خارج الی ثباتت قوم، یک رو حیاتی مثل یک جای خالی رفت، در اونجا فبال قائما، ایستاده بول کرد، ففج حتی شفقت علیه ان یقع فدنوت من عقبه فصبت الماء من خلفی فاستحى. میگه که خلاصه اونجا پیامبر ایستاده بول میکرد و من دلم سوخت و خلاصه رفتم و نزدیکش رفتم و آب ریختم. اینجا ففج خودشون ففج باعد بین رجله، یعنی دو پاشو از هم دور کرد. اینجا خودشون آوردن دو پاشو از هم دور کرد و ایشون رفته و آب ریخته. ببینید اونجا حالا یک روایتی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بول کردن. اینها چون هدفشون توهین به اهل بیت و پیامبر است، ببینید چه چیزایی تو کتاباشون اضافه کردن. خلاصه نزدیک شد و پیامبر پاهاشو از هم دیگه باز کرد و ایشون هم آب میریزه از پشت سر و پیامبر هم خجالت کشیده، یا این خودش خجالت کشیده، فاستحى، خجالت کشیده. فاستنجا در روایت دیگری آورده که استنجا کرد، در اینجا گفته فاستحى، خجالت کشید. این کتاب خودشون محمد بن جریر طبری امامی الحافظشون این مطلب رو در اینجا آورده در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم که این زندیق خبر نیست از این کتابای خودشون که چه دست گلایی به آب دادن. من نمیدونم که حالا اگر که گاهی اوقات به همین سنت پیامبری که اینها معرفی میکنن، آقای مکارم شیرازی یا قزوینی یا ابوالقاسمی عمل بکنن در حوزه، یقینا این بدبختی بیچاره آشغال، به قول اونها به تو میگن آشغال، تو ارزش تو از یک آشغال هم کمتر است در ایران، خودت هم خوب میدونی. به تو آشغال میگن که آفتابه بردار بیار و آب بریز که اونها استنجا بکنن و حتما تو به این سنت عمل خواهی کرد. ببینید همونطوری که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، همونطوری که حرف بزنید همونطوری جوابتون رو خواهیم داد، از کتابای خودتون هم خواهیم داد. آدم بشید تا اینطوری آبروتون نره. این کتاب تهذیب الاحکامشون هست از توسی، همین مطلب در اونجا اومده از ابی عبدالله که ایبول رجل و هو قائم، آیا مرد میتونه ایستاده بول بکنه؟ قال نعم، گفت که بله، ولکنه یتخوف ان یلتبس به الشیطان، میترسم که شیطان به اون نزدیک بشه. بر صورت اینجا این روایت آوردن، روایت 1044. حالا اون پیامبر که این کارو میکردن، روایت طبری خودشون که آوردن، این حکمش چه خواهد بود؟ این کتاب دیگری است از اینها، کشف اللثام فی قواعد الاحکام. اینجا هم روایتی را از الصادق علیه السلام در صفحه 228 در جلد 1 آورده که اگر مردی ایستاد بشه و بول بکنه، یا بول و قائم، قال لا بأس، گفت هیچ اشکالی ندارد. تشکر میکنم احمد جان. این روایت های کتاب های خودشون است. و در کتاب دیگری هم روایتی است، مصباح المنهاج، این هم صفحه بعدش از طباطبایی، این هم شناسنامهش صفحه 151. همین روایت رو در اینجام آورده که از ابی عبدالله پرسیده شد که مردی اگر ایستاده بول بکنه چی میشه؟ گفت لا بأس بهی، هیچ اشکالی نداره. از کی روایت میکنه؟ از ابی عبدالله علیه السلام. سألت عن رجل فهو یبول قائم قال لا بأس بهی، اشکالی نداره. تشکر میکنم احمد جان. این از
امامان خودتون این مطالب رو ما اینجا داریم نشون میدیم. تشکر جاوید جان عزیز. البته این کلیپ خیلی طولانی هست، بیشتر از 15 مرجع یا کتاب های اهل تشیع. جناب استاد محمد انصاری روایت های را جمع کردند که در تمامی آن روایت ها جواز بول استاده بود، خصوصا در وقت کسی مشکل داشته باشد. این سنت پیامبر امام جعفر صادق، پیامبر بنو امیه، پیامبر انصاریان، پیامبر مسلمانان است. اما پیامبر این آخوند اگر چیز دیگری هست، در جای دیگری هست، والله اعلم. جناب مولانا صحبت اگر دارین، تعلیق دارین روی؟ تشکر. ما فقط اینها را گذاشتیم که تا بینندگان ببینن، تکرار هم نشود. بله، شما ببینیم در کتاب کافیشان، در کتاب تهذیب الاحکامشان، در کتاب تبریشان، در کتاب مصباح المنهاجشان و ده ها کتاب دیگر میاره که مشکل نداره و از پیامبر ثابت شده، از ائمه ثابت شده. و در این حساب میخوام یک نکته دیگر اشاره کنم. اولا برای آقای مکارم شیرازی، شما به عنوان یک مرجع و به عنوان یک بزرگی که تعداد از شما تقلید میکنن و به حرف شما گوش میکنن، و همچنین برای سایر بینندگان عزیز و گرامی، والله قسم اگر دفاع از ملت هرات و ملت افغانستان و مدارس دینی نمی بود، والله قسم به این موضوع اشاره نمی کردیم. دنیا امروز به کجا رسیده و چه کار میکنه؟ دنیای کفر بمب 16 میلیونی، 16 میلیون دلار یک بمب که بعد از اتم میایه بر سر ما مسلمان ها، بر کشور ما مسلمان ها او را میزنه و او را استفاده میکنه. من و تو هنوز بحث ما به این باشه که بول استاده یا نشسته. والله جای شرمه، جای شرمه. آقای مکارم شیرازی، آقای مکارم شیرازی، چی تربیه کردی؟ چگونه شاگردانی؟ چگونه کارشناسانی؟ چگونه شبکه‌ایه؟ از امام جعفر صادق پرسان کردن که استاده بول، گفت لا بأس، مشکل نداره. ده ها روایت دیگر. پس بناهن آیا امروز بحث اینه؟ دنیای کفر به کجا رسیده؟ من و تو هنوز به قضیه که بول استاده صورت بگیره یا نشسته صورت بگیره. والله جای شرمه، والله جای شرمه. اما بحث ما به اینیه که ما بیاییم بگیم با ما توهین شده که ما استاده. هر مسلمانی، هر انسانی، حتی کفار که هیچ اعتقاد و باوری به پیامبر ندارن، وقتی ضرورتی باشه استاده که بول میکنن. بدون ضرورت استاده که چی اشکال داره؟ اشکالی چیه؟ اگر کسی استاده بول کنه و کسی نشسته بول کنه، حکمی چیه؟ اینا قضایاییه که ما بیاییم امروز مسائل عمده و اساسی امت اسلامی رو کنار بگذاریم که وحدت امت اسلامیه، بیاییم سر این قضایا مطرح کنیم. ما در حد دفاع نشستیم. به من شبکه شما ناصیبی گفت سکوت کردم، دشمن اهل بیت گفت سکوت کردم، هر آنچه که گفت سکوت کردم، بدتر از اسرائیل گفت سکوت کردم، هر آنچه که نسبت به من، شخص من گفته شد سکوت کردم، چیزی نگفتم. اما وقتی به ملت من، به مردم من، به دین من، به اعتقادات من، به پیامبر من توهین بشه، خب نمیتونم سکوت بکنم. یک جان ارزش نداره. والله یک جان چیزی نیست. کاش الله برای من 100 جان بده که هر جانر یکی پی از دیگری بر طبق اخلاص بگذارم و تقدیم عقیده و باور و تقدیم دین الله سبحانه و تعالی بگردانم. پس به اینه که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده، کما که عقل، شعور، مسائل دین، مذهب، اینها رو یک کنار، کم فکر، عقل. تو میایی از بین همه مسائل یک مسئله مطرح میکنی که قلوب ملت افغانستان جریحه دار شده، سخت ناراحتن، سخت ناراحتن، علما سخت ناراحتن، مدارس و حوزه علمی سخت ناراحتن،
خواهر و برادر ناراحتن و همه گیلهشان از آقای مکارم شیرازی هست که اونها وقتی یک شخصیتی که در بین مقلدین خود حرف شنو داره، در بین تعداد زیادی از مقلدین خود جایگاه داره، چرا او بیایه از تریبون او، از مکتب او، از شبکه او بیایه حرف استفاده بشه که قلوب ملت افغانستان آقای مکارم شیرازی از شما این توقع را نداشت که چنین شاگردانی تربیت کنید که اونها بیاین به ملت و به خاندان و به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی میگی اجداد مجیب الرحمن، برو اجداد ما را مطالعه کن که کی بود و کی هست و هنوز شاید نشناخته باشی که اجداد من کیها بودن. تشکر، سلامت باشید جناب مولانا صاحب انصاری. بیننده عزیز، مهمان دیگر ما از ولایت هرات باستان مولوی نظام الدین عرفانی استاد دارالعلوم عالی انصار با ما روی خط هستند. جناب مولوی صاحب عرفانی، اگر صدای مرا دارین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام و ادب محضر شما و مهمان عزیز جناب مجیب الرحمن انصاری و همه شنوندگان شبکه وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب مولوی صاحب عرفانی. مولوی صاحب، ما کلیپ هایی از توهین های شبکه ولایت را به نشر سپاریدیم، باز هم به نشر میسپاریم که به ملت شریف افغانستان، به خصوص به ملت غیور هرات و به حوزه های علمی دارالعلوم های علمی هرات تاخت و تاز کردن و توهین کردن. میشه برای ما به عنوان یکی از اساتید دارالعلوم عالی انصار بگویید که آیا در دارالعلوم عالی انصار جز منهج و یا مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله چیز دیگری تدریس می شود؟ در مجموع در ولایت هرات، در مجموع افغانستان، به خصوص دارالعلوم عالی انصار که یک تن از استادان دارالعلوم هستم، اساساً فقه حنفی و منهج کتب درسی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تدریس می‌گرده و از در طول تاریخ یک مسئله عینی هست و دنیا شاهدی قضیه هستند که کتب فقهی حنفی چه در بخش تفسیر مدارک التنزیل که یکی از علماء برجسته حنیفی تفسیر نوشتن تدریس می‌گرده و متون اصلی فقهی این حوزه و این مدرسه همانا فقه حنفی هست و کتاب‌های به مانند قدوری، مختصر القدوری، کنز الدقایق، الهدایه، شرح البدایه و زیر ردیف کتاب‌های دیگر فقه اکبر که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و شرح فقه اکبر که علامه مولا قاری هروی رحمه الله نوشته. اساساً نصاب این مدارس در مجموع و خصوص مدرسه دینی انصار حقیقتاً کتب فقهی حنفی را به پیش می‌برند. درست. تشکر جناب مولوی صاحب. هدف ما از این سوال این بود که چون آخوندهای رافضی در شبکه ولایت آمدن مطرح کردن گویا در دارالعلوم عالی انصار نمیفهم چیز خلاف منهج یا مذهب امام ابو حنیفه تدریس شوه و نمیفهم وهابیت در آنجا تدریس میشوه، حرفهای از این قبیل گفته بودن و امروزه فکر میکنم یکی از آله یا یکی از ابزار و وسایلی را که آخوندهای رافضی برای تفرقه اندازی میان اهل سنت، میان فرزندان اهل سنت استعمال میکنن تا آنها را از هم جدا بکنن یا آنها را درگیر هم بکنن، سعی میکنن به نام حنفی و شافعی یا حنفی و سلفی و غیره بین آنها تفرقه اندازی بکنن و خودشان از طرف دیگر به اهداف شوم خود پیش بروند. به خاطر من این سوال را مطرح کردم.
فقه احناف یا در مجموع کتاب‌های علمای احناف را وقت شما در دارالعلوم عالی انصار تدریس می‌کنید و بدون شک سایر حوزه‌های علمی در افغانستان که مربوط اهل سنت و الجماعت می‌شود عین همین کتاب‌هایی که شما اشاره کردین تدریس می‌کنند. آیا واقعا این کتاب‌ها برخلاف آنچه است که در کتاب و سنت آمده است، در قرآن و سنت آمده است؟ آیا مذهب احناف، منهج احناف خلاف کتاب و سنت است یا برگرفته از کتاب و سنت است؟ معاذالله کتب احناف در مجموع اصولی که دارن کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع صحابه و قیاس مجتهدین، اینان اصول فقهی مذهب احناف را تشکیل میدن و حقا که امام ابو حنیفه رحمه الله و پیروانشان اصول مذهبی و اساسهای بنیادینی که در مذهبشان گذاشته هست در رأس قرآن کریم و به تعقیب او سنت و با همون اصول اربعه که مشهور هست می باشه و هرگاه اگر کسی زبان تن بکشایه و العیاذ بالله توهین بکنه در مسائل مذهبی و بیا مذهب امام را جدای از قرآن و سنت بدانه، این ما توهین می‌دانیم و حقا که یک افترا و یک بهتان محض هست. تشکر جناب مولای صاحب. حالا کلیپی که ما به نشر سپردیم دقایق قبل، آخوند رافیزی در شبکه ولایت آمد چیزی را به ملت شریف و غیور هرات و به خصوص هرات البته به کل ملت افغانستان توهین کردن، خصوصا ملت هرات را نام بردن، نه به ملت هرات به پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز توهین کردن. گفتن که ملت هرات سالانه یک روز در یک دشت یا صحرای جمع می شوند و استاده بول می کنند و این را سنت پیامبر می دانند و گفتند که البته این سنت پیامبر انصاری ها و سنت پیامبر بنو امیه است، نه پیامبر ما. میشه برای ما بگویید که آیا در هرات همچون چیزی وجود دارد، همچون کاری را شما ملت هرات انجام می دهید که ما در گوشه دیگر افغانستان از اون خبری نداریم؟ افتراء مطلق به بهتان‌ها و افتراحات همیشه در طول تاریخ به دامان دعوتگران و دعوتگران بر حق اسلام بوده و هست و حقا که یکی از افتراعات میتوانه این کلمات زننده و رکیک بر جامعه اهل هرات باشه و بیا میخوان از این طریق و با این الفاظ در واقع اهل هرات و اجداد انصاری را اینان مورد اتهام قرار بدن. ما شاهدیم در تاریخ که زبان طعن و اعتراض و اتهام متهمین و حتی دامن پاک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نیز اینان گرفتند و تهمت و افترایی در دامان پاک و عفیف خاندان رسول علیه السلام زدند و حقا که یک افتراء مطلق و یک بهتان مطلق هست. چرا نادیده قضاوت میکنند و چرا میخواهند تعصبات و اون آلودگی های درون قلب که دارن میخوان با چنین واژه هایی که یک ملت هر برنجانند و میخواهند با چنین الفاظی و با این ادبیات رکیکشان در واقع قلوب یک ملت هر جریحه دار بسازند. ملت هرات و خواجه عبدالله انصار و جد خواجه عبدالله انصار ابو ایوب انصاری صحابی رسول علیه السلام احترام خاصی قائل هستند و هر گونه اتهام و تهمتی که در اجداد انصاری ها از جانب دشمنانشان در واقع اتهاماتی که صورت بگیره شدیداً با الفاظ شدید ما محکوم میکنیم و حرف دشمنانه میدانیم و یقینا برخواستن چنین کلماتی برخواسته از قلب دشمن هست و هیچگاهی قبول نمی کنیم چنین حرفی و چنین رواجی که در طول تاریخ در هرات باستان وجود داشته باشه و یا واکنون از کسی به عنوان طعن هم شنیده باشیم. تشکر جناب مولای صاحب عرفانی. امیدوار هستیم که پیام شما به آقای مکارم شیرازی برسد که مالک و صاحب تلویزیونی هستند که به ملت شریف افغانستان و هرات توهین کردند. تشکر از شما و خداحافظ. خداحافظ.
خب جناب مولانا سبنساری، صحبت‌های مولوی سبیرفانی را شنیدین. من به یک چیز دیگه اشاره کردم، مگر شما هم متوجه شده باشین. گفتم یکی از ابزار یا وسایل را که امروز رافضی ها، آخوندهای رافضی روی دست گرفتن این است که به نوع بین فرزندان اهل سنت تفریقه ایجاد بکنن. همینطور است؟ طبعا شما ببینیم دشمن همیشه از همان آل و اسبابی که مردم از کجا احساساتی میشن و از او استفاده میکنه. طوری که جناب استاد عرفانی صاحب اشاره کردن، در قسمت دارالعلوم گفتیم. دارالعلوم عالی انصار و خیلی از دارالعلوم های هرات در طی این روزها دستاربندی ها داشتن، محافل داشتن، فارغ التحصیل های داشتن، یعنی سال تعلیمیشان به پایان رسید. یعنی دارالعلوم عالی انصار بیش از 100 فارغ التحصیل هم در قسم علما و هم در قسم حفاظ در بخش ذکور و اناث فارغ التحصیل داشت. خب طبعا این فارغ التحصیل ها و این علما و این حفاظ قلب دشمن را آتش میزنه. تنها دارالعلوم علی انصار نبود، دارالعلوم هرات بود، دارالعلوم علی هرات هست، دارالعلوم های زیادی ما در گوشه و کناری که در این راستا. فقط من میخوام این اشاره کنم که این دشمنان فکر میکنن که دارالعلوم های هرات فقط متعلق به خود مدیر هست و 4 تا استاد هست. شما ببینیم دارالعلوم علی انصار در طی این هفته که گذشت مراسم دستاربندی ازی. در این دستاربندی وزیر کشور، وزیر ارشاد مخصوص میاد در محفل دستاربندی شرکت میکنه. پس این کسی که توهین به مدارس میکنه توهین به وزارت حج و اوقاف و وزارت ارشاد افغانستان هست، توهین به وزیر هست. و در کنار این تلویزیون ملی افغانستان، تلویزیون رسمی افغانستان، من نمیخوام که این شرح بدم، اگر از دوستا خواهش بکنیم که فقط گزارش تلویزیون ملی بمانن، بعداً ما ادامه صحبت. بسیار خوب. جاوید جان لطف نموده کلیپ شماره 4 را به نشر بسپارین که در مورد محفل دستاربندی دارالعلوم عالی انصار هرات بود. میشنویم؟ بله، کلیپ شماره 4. حبیب الله حبیبی هستم با مشروع خبرها این ساعت. وزیر حج و اوقاف کشور وارد ولایت هرات شد. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف کشور که به هرات آمده است، بر علاوه دیدار با مسئولان ریاست حج و اوقاف و اداره محلی در مراسم دستاربندی 200 تن از جوانان علوم قرآنی نیز شرکت کرد. این جوانان که در بخش‌های تعلیمی دارالعلوم انصار زیر نظر علمای جید دینی آموزش دیدند دستاربندی شدند. وزیر حج و اوقاف کشور از رشد مدارس دینی استقبال نمود و در عین حال از جوانان جویای علوم اسلامی خواست تا در داخل کشور جذب مراکز آموزشی شوند. دارالعلوم انصار که متشکل از بخش‌های آموزشی و تعلیمی میباشد، در جوار آرامگاه پیر هرات با همکاری جمعی از خیریه و شخصیت‌های روحانی ایجاد شده و در کنار فعالیت‌های خیریه به انکشاف علوم دینی نیز توجه دارد. وزیر حج و اوقاف در مراسمی که با حضور شماری از شخصیت‌های روحانی و علمی برگزار شده بود، از هیئت امنا و مؤسسین این انجمن نیز قدردانی نمود. این در حالی است که در حال حاضر در ولایت هرات نزدیک به 100 دارالعلوم و دارالقرآن فعالیت دارد. در این مراکز نزدیک به 10,000 تن از جوانان دختر و پسر زیر پوشش خدمات آموزش علوم اسلامی قرار دارند. کمیته انکشاف ولایتی از مساعد بودن شرایط امنیتی در ولایت هرات. تشکر میکنم جاوید جان. البته کلیپ طولانی بود. بیننده های عزیز، یک بخش از مربوط خبر دستاربندی سالانه دارالعلوم عالی هرات، عالی انصار هرات میشد که وزیر حج و ارشاد افغانستان نیز در محفل دستاربندیشان اشتراک کرده بودند. جناب مولانا چیزی میگفتین؟ من به ادامه صحبت در یک مدرسه که وزیر کشور شرکت میکنه، وزیر ارشاد، مسئولین بلندپایه علمی فرهنگی ولایت هرات شرکت میکنن، علما و بزرگان و نخبگان هرات شرکت میکنن، شخصیت های بزرگ و متنفذین هرات شرکت میکنن و مردمان و مجموعه مردم هرات، ملت یعنی عاشقانه به این محافل شرکت میکنن.
حضور این مردم ما برای بینندگان عزیز و گرامی حضور این ملت رو ببینن در این محافل و مجالس. آیا اینها غیر از احناف دیگه کیا هستن؟ اینها همه عاشقان مدرسه هستن، عاشقان دارالعلوم ها هستن، اینها همه عاشقانی هستن که جان و مال خود را در این راه گذاشتن. این گوشه های از دستاربندی این محفل هست و ملت یعنی ببینیم که با چی شوری، با چی اشتیاقی و بالاخره ما از در بالاخره این گوشه های و ما از جاوید جان خواهش میکنم که بعضی از قسمت ها تصاویر تستر تیر بکنن که سریعتر بگذره که وقت کم هست. اینها کسانی هستند که عاشق این دارالعلوم ها هستن، اینها احناف هستن، اینها پیروان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستن، اینها کسانی هستن که در رگ رگ از اینا محبت امام ابو حنیفه، نه تنها از امام ابو حنیفه، از امام شافعی، از امام مالک، از امام احمد ابن حنبل، از امام جعفر صادق، از اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم. اینها کسانی هستن که حسینوار ما در حقیقت پیرو امام حسین رحمت الله علیه رضی الله عنه هستیم. این شخصیت ها، علما و این جمعیت، این جمعیت نماز هست، این نماز جمعه هست، نماز عید هست و در این راستا این آخوند میایه میگه ما این مدارس را میبندیم، ما این مدارس را بسته میکنیم، ما این مدارس را بلای بسر از این مدارس میاریم. کور خواندی، اشتباه کردی، برو جای دیگر سرمایه گذاری کن. افغانستان مهد شیران هست، برو سرمایه گذاری در جایی بکن که بالاخره در اون جاهایی که حتی شما نتوانستید در بین تشیع خود شما جای پای داشته باشید. خیلی از خواهران و برادران شیعی هستند که از شما کسانی که میایید به آبرو و مذهب انسانها تاخت و تاز دارید، از شما بیزار هستند، از اعمال شما، از کردار شما، از برنامه های شما. پس بناهن جناب استاد بزرگوار، ما به این واسطه این اشاره کردم که این مدارس چنین نیست که مدیر مدرسه با 10 نفر عالم آمده باشه جای دستاربندی کرده باشه. این مدارس امروز در هرات فقط به خبر رسمی که کشور پخش کرده صدها مدرسه، این صدها مدرسه از کجا تمویل میشه؟ از کیسه همین شخصیت هایی که شما تصاویر دیدیم که ملت پا برهنه، تاجر کشور، کارگر کشور، معلم کشور، کسانی که امروز از آبله کف دست یک لقمه نان به دست میاره، نیمشه با فرزندان خود میخوره، نیمشه میاره بالاخره با مدارس و حوزه های علمی میده. این مدارس نه با خمس به اینجا رسیده، نه بالاخره به چور و چپاول مال ملت و بالاخره بیچاره و به نام این و آن، بلکه از پول تاجر کشور، فقیر کشور، خواهری که در اون کشور زندگی میکنه، برادری که زندگی میکنه. این را به این واسطه اشاره کردم که جناب آقای مکارم شیرازی، این جمعیت دیدی، جمعیت هرات، دستاربندی ها، علما، شخصیت ها، ملت هرات، فعلا شما قلوب اینها را جریحه دار ساختید با این شبکه خود، با این کارشناسا و شاگردان خود و با این تریبون خود. من این حرفا را نمیگم که شما بیایید معذرت خواهی بکنید که ما خوشحال بشیم و بعد دوستی بین ما و شما برقرار، دوستی گذشته بوده الان نیه، در آینده دوستی نه. تقیه در دین ما نیست. والله قسم تا زمانی که از هر حلقومی، از هر شبکه‌ای، از هر منبری توهین به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و به مادر مؤمنان توهین بشه، هرگز این دست با او دست گذاشته نخواهد شد. امروز که این حرف من هست که شما متوجه باشید، به خاطر اینه که شما ملت افغانستان را نشناختید و میترسم که او خواهر و برادر شیعی که با کنار برادر سنی خود با آرامش کامل زندگی کرده، این حرکت های شما عواقب داره که خدای نخواسته او عواقب را باز نه ما جمع کرده بتوانیم، نه شما جمع کرده بتوانید.
پس بنان هدف اینه که شما حق ندارید که به مسائل دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور ما مداخله داشته باشید. پس اگر وقتی مداخله میکنید مشکلی به بار میآید، این را بدانید که شما فرد اول و آخر با وجود آمدن این مشاکلی که بعدها به وجود میآید، شما خود را فرد اول این حادثات و عواقب خطرناک بدانید. درد ما اینجاست که امروز شیعه و سنی برادروار کنار هم دیگر زندگی میکنن، با مهر و محبت زندگی میکنن. ما در هرات یک مجله بود به نام صبح امید، اما توهین کرد به سیدنا عمر رضی الله عنه، به سیدتنا فاطمه الزهرا، قضیه شهادت فاطمه الزهرا را مطرح کرد. میدانید در هرات بزرگان تشیع با بزرگان تسنن یک جا این مجله را مسدود کردند. این را میگن وحدت بین شیعه و سنی، نه اینکه وحدت دروغین و شعارهای دروغین سر دادن. پس الله سبحانه و تعالی به ما شعور اسلامی عنایت بفرماید تا اینکه بفهمیم و بدانیم که با کی روبرو میشیم و حرف ما چگونه هست و عواقب این حرف ما چی خواهد بود. تشکر، سلامت باشه جناب مولانا صاحب انصاری. بیننده عزیز، باز هم مهمان دیگر ما مولوی عبدالستار حنفی، یک تن از علمای هرات با ما روی خط هستند. جناب مولوی صاحب حنفی، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم جناب مولوی صاحب عبدالستار حنفی که دعوت ما را پذیرفتین و در این بحث که مربوط شما میشه و بحث بود توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان و شما هم یک تن از فرزندان ملت غیور افغانستان هستید. میشه برای ما بگویید که در تاریخ، البته از تاریخ از صدر اسلام گرفته تا به امروز، دشمنان اسلام همیشه شخصیت‌های برجسته اسلام مثل ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین و حضرت عایشه رضی الله عنها، حضرت حفصه رضی الله عنها و سپس آمدن به امامان بزرگان اهل سنت مثل امام ابو حنیفه و امام شافعی و غیره و تا به امروز هم شخصیت‌های اسلامی که سر بلند می‌کنند، باعث هدایت و روشنایی ملت ها می شوند، به آنها تاخت و تاز صورت می گیره. اگر ما بریم به کتاب های این آخوندهای رافضی این چیزها را می بینیم و آخوندهای رافضی که امروز با ماها زندگی می کنند، در عصر ما، در این روز ما هستند، هم می بینیم که می آیند به جناب شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت ایران تاخت و تاز می کنند و سپس آمده به جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، خطیب معروف و سخنران مشهور افغانستان، توهین میکنن. میشه برای ما بگوین که هدف از این توهین ها چی است و چرا توهین میکنن؟ از سوی دیگر خود را پاسبان و مدعیان محبت اهل بیت نیست میدانند. قبل از پاسخ دادن به سوال دوستان که عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری حفظه الله تعالی و همه پسندکاران عزیز شبکه جهانی وصال حق داشته باشم. الله متعال اینها رو در این دوره مبعوث کرده تا اینکه گیری باشن بر جگر روافض. آمین. بله، قبل از اینکه سخن خودم بیان بکنم میخوام که سخن امام ابو زرعه رازی رحمه الله استاد امام مسلم رحمه الله نقل کنم که ایشان فرمودن اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله اعلم انه زنديق وذلك ان القرآن حق والرسول حق وما ادى ذلك الينا الا الصحابه فمن جرحهم انما اراد ابطال الكتاب والسنه. حضرت امام ابو زرعه رازی رحمت الله علیه میفرماید که اگر کسی رو ببینه که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خرده‌گیری میکنه، بدان که او زندیقه، چرا که قرآن حقه و پیامبر حقه و اینها نرسیده به دست ما مگر از طریق صحابه. هر کس دوست داره که صحابه رو مجروح بکنه، او قصد اصلی او باطل کردن کتاب و سنته. صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پل ارتباطی بودن بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بقیه مسلمان ها. اونها اگر
از وسط برداشته بشن کتاب الله برداشته میشه. اگر صحابه از وسط برداشته بشن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله زیر سوال میره و حتی خداوند شناخته نمیشه، پیامبر صلی الله علیه و آله مردم شناخته نخواهند شد و قرآن هم به کما کان حقه مردم شناخته نمیشه. پس هدف اصلی اینها از توهین کردن به صحابه و بعد از او به کسایی که از صحابه به نیکی پیروی کردن همچون تابعین و تا به امروز به شخصیت‌های مهم و با ارزشی که مسلمان‌ها اونها رو شخصیت‌ها و الگوهای خودشان می‌دانند، هدف اصلی اینها این است که کتاب الله و سنت رو اینها زیر سوال ببرن. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث فرمود که العلماء ورثة الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما و انما ورثوا العلم. علما وارثین انبیا هستند. علما مال و درهم و ثروت و اینها به ارث انبیا به ارث نگذاشتن، بلکه اونها علم رو به ارث گذاشتن. و علمایی که امروز میبینیم که مورد توهین اینها قرار میگیرن، اینها هدف اصلیشان به خاطر این است که چون همین علما هستن که دین رو، قرآن رو و سنت رو به خوبی برای ما و شما معرفی میکنن، اینها اراده دارن که علما رو وقتی مجبور بسازن کتاب الله و سنت ما رو مجبور بسازن تا اینکه دین ما رو تخریب بکنن. یقینا بدون شک هدف این دشمنان و زندق هایی که امام ابو زرعه رازی برای ما آنها را زندق معرفی کرده، هدف زنادقه همیشه همین بوده که دین را بزنن، اما مستقیم بالای دین هجوم کردن خب احساسات جامعه اسلامی را برمی انگیزه، به او خاطر میترسن آمده سند دین از راهی که دین برای مسلمانان میرسد میخوان آن راه را قطع بکنن تا دین خود به خود زده شود. تشکر جناب مولوی صاحب حنفی. میایم روی موضوع برنامه ما که توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان و به خصوص ملت شریف هرات بود. گفته شده است که آخوند رافضی آمد در تلویزیون ولایت و حرف را مطرح کرد که ملت هرات سالانه یک روز در یک دشت یا جای جمع می شوند و همه استاده بول می کنند و این را سنت پیامبر می دانند و همچنان اضافه کرد که البته این سنت پیامبر بنو امیه و پیامبر خانواده انصاری و غیره آنهاست، نه پیامبر ما. میشه بگویید که در هرات همچون سنت شما دارید یا خیر؟ نه دقیقا ما که ساکن اینجا هستیم نه تا به حال ما دیدیم و نشنیدیم و نه حتی قبل از ما چنین چیزی مرسوم بوده و حتی اصلا ما نامی نشنیدیم تا اینکه برای اولین مرتبه چنین چیزی از زبان این جیره‌خوران یهود و جیره‌خواران یهود شنیدیم برای اولین مرتبه. ما خیلی دوست دارم که اینجا فرصت محترم بشمارم و موضوعی که کلیپی که صحبتی هم که نقل شد در مورد اینکه اینها میخوان بین اهل سنت اختلاف بندازن و صحبتی هم که ملقا عرفانی داشتن در مورد اینکه منهجی که در مدارس دینی ما خوانده میشه منهج کاملا فقه احناف هست. می‌خواستم بگم که در عقیده ما فقه اکبر امام و عقیده تابعیت از احناف رو میخوانند، در فقه المیسر و مختصر القدری و کنز و هدایه میخوانند، در اصول فقه اصول شاشی نورانوار و حسامی و همه این مدارس دینی اهل سنت هرات و افغانستان به اساس مذهب پاک حنفی حنیف هستند. حنفی حنیفی که از هر نوع شرک و بدعت بدوره. اینها امروز آمدن و میخوان بین اهل سنت اختلاف بندازن و اینها خودشان رو دوستداران امام ابو حنیفه جلوه بدن، در حالی که ما میخوام ببینم که چه رفتاری روافض نسبت به امام ابو حنیفه داشتن. یکی از علماشون به اسم نباتی در کتاب الصراط المستقیم جلد 3 صفحه 213 میگه که امام ابو حنیفه برای اثبات مذهب خودش احادیث میساخته و میگفته اگر رسول خدا زنده بود به اقوال من عمل میکرد. حتی جای دیگه میگه که ابو حنیفه شرابخوار بوده و حتی اجداد این آقای یزدانی و قزوینی و مکارم شیرازی که صفویان بودن در یورشی که به بغداد بردن قبر حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو با خاک یکسان کردن، جسد امام ابو حنیفه رو شکافته استخوان‌ها در آوردن و جای قبرش نعوذ بالله لاشه سگی رو انداختن و ندا داده شد که هر کس که بیای به این مستراح قضای حاجت بکنه 25 دینار تبریزی پاداش خواهد گرفت. یعنی در کتابی که خود اونها دارن به اسم عالم آرای صفوی صفحه 477 و گذشتگان ما و اجداد ما در شهر هرات هیچ وقت ظلم‌های صفوی‌ها رو فراموش نمی‌کنن که چطور مردم رو در مسجد جامع هرات جمع کردن و قزلباش‌ها آمدن و قلی خان سردار اونها مفتی اعظم هرات و قاضی القضات هرات رو در مسجد خان فرا خواند و از اونها خواست به ابوبکر و عمر و عثمان لعنت بفرسته و حکم کفر سنی‌ها رو صادر بکنه. اینا که چنین کاری انجام ندادن،
سربازای صفوی ریختن و اینها را به قتل رساندند. تاریخ شاه اسماعیل صفوی صفحه 96 و علمای صفوی صفحه 346 این چیز رو ذکر کردن. حتی آنها مردهان هم رحم نکردند و مقابر بزرگان هرات رو شکافته اجسادشان رو بیرون آوردند و حتی جامی شخصیت بزرگوار و عارف بزرگوار اون هم جسدش از قد بیرون آوردن و به جرم سنی بودن بود تازیانه زدن. علمای صفوی صفحه 477. اینها امروز آمدن و خودشان رو دوستداران احناف جلوه دادن و دوست دارن امروز که بین اهل سنت اختلاف بیندازن و این کاری بود که اجداد اینها یهود دقیقاً انجام داد در زمان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین اوس و خزرج که الله متعال آیه رو نازل کرد فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دقیقاً روافض امروزی شبکه ولایت و امثالهم اینها کار پدران خودشان که یهود بود انجام دادن. آمدن بین صحابه بین اوس و خزرج و بقیه صحابه میخواستن اختلاف اندازن و حضور به موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که نگذاشت اختلاف دامنه‌دار بشه و حضور به موقع علمای همچون حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری حفظه الله و بقیه شخصیت‌های بزرگوار انشاءالله سبب میشه که اختلاف بین اهل سنت نیفته و خالی باشه در چشم این منافقین کرده. انشاءالله. تشکر جناب مولوی صاحب عبدالستار حنفی، یک تن از علمای هرات باستان. تشکر از صحبت‌های خیلی جالب و مدللتان که از کتاب‌های این قوم برای ما نقل کردید. تشکر از شما. سلامت باشید. خداحافظتان. و علیکم السلام و رحمت الله. جناب مولانا صاحب صحبت‌های جناب مولوی صاحب حنفی را شنیدین؟ کان حنفی صحبت می‌کردن. تشکر از جناب این استاد بزرگوار حضرت مولانا حنیفی. حتی جالب اینجا که سلفی هم نبودن، حنیفی بودن. آخوندها فکر میکنن که فقط یک مجیب الرحمن هست و شاید سر و صدای شیعه برا انداخته باشه یا سنی را برا انداخته باشه یا فقط اجداد مجیب الرحمن باشه که از تمام بدبختی اینها واقف شده باشه. یعنی باور کنیم که صحبت جناب حضرت مولانا حنفی به من انقدر روحیه داد که الله سبحانه تعالی ایشان را حفظ بفرماید در هر درس و تدریسی که واقعا مصروفن و مشغولن. چقدر واقعا من فکر میکردم که شاید جناب استاد حنیفی صاحب بیاین فقط از کتب احناف بگن، از کنز و از قدری و از هدایه و از اینها بگن، اما با چنان مدلل دلایل رو بیان کردن که من نمیخوام به حرفای اشاره کنم. خلاصه گپ اینا این بود که واقعا اینا حنیفی بودن. حرفایی که اینها بیان کردن که این روافض نسبت به امام ابو حنیفه، نسبت به قبر امام ابو حنیفه، نسبت به استخوان‌های امام ابو حنیفه، پس آنهایی که میخواهن بین احناف اختلاف ایجاد بکنن، بین اهل سنت و جماعت، کور خواندند. مولوی عبدالستار حنیفی شاید دهها و صدها حنیفی دیگر با این فکر و اندیشه هست که شما را خوب شناخته و خوب درک کرده و بناءً این آغاز است که سبحان الله شما میخواهید در هرات اختلاف ایجاد کنید به نام سلفی و حنیفی. جواب حنیفیان را خود شما شنیدید. خب جواب حنفیان را شنیدیم. میریم به سراغ یکی از اساتید بزرگوار کابل، استاد مبشر مسلمیار، استاد دانشگاه کابل از کابل افغانستان با ما روی خط هستند. استاد مسلمیار عزیز، در آغاز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من خدمت همه زنده های محترم تلویزیون شما سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد مسلمیاری عزیز، موضوع این هفته ما هست توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان. البته در روزهای گذشته در این شبکه صحبت‌های راجع به افغانستان و راجع به اهل سنت افغانستان به مدارس و حوزه‌های علمی افغانستان صورت گرفت که عمداً توهین به ملت شریف افغانستان بود، توهین به علمای افغانستان بود، توهین به حوزه‌های علمی و مدارس اهل سنت افغانستان بود. شما با ما روی خط با
باشین. کلیپی را ما به نشر میسپاریم. البته این آخوند در مورد قضیه جوزجان صحبت میکنه. در جوزجان افغانستان بنیاد احیای سنت افغانستان دفتری یا نمایندگی باز کرده بودند که از آنجا درس قرآن و حدیث را میدادند. خب یک تعداد جوانان احساساتی البته انگیزه داده شدن از یک طرفی بالای این دفتر هجوم کردن و درگیری اونجا میان فرزندان اهل سنت از هر دو طرف رخ داد و دفتر بسته شد. ما برنامه رفته بودیم در این مورد و سعی کردیم برای فرزندان اهل سنت در افغانستان پیامی برسانیم که متوجه باشند دشمن از چه راهی وارد شده است و چی میخواهد. اما نمیفهمیدیم که واقعا این جوانان را کی احساساتی کرده بود و کی انگیزه داده بود که علیه یک دفتر دیگه مربوط به از اهل سنت حمله بکنند. اما این آخوند مشکل ما را حل کرد. حالا ما فهمیدیم که از کجا انگیزه داده شده بودند. استاد مسلمیاری عزیز، کلیپ را ما میشنویم. من از جاوید جان میخوام کلیپ شماره 3 را نشر بکنن و سپس صحبت های استاد مسلمیاری را میشنویم. بله، خدمت راست کنم. این عالم از جوزجان بود و این جوانان با ولایت جوزجان بود در شمال افغانستان که خدمتتون راست کنم دفاتر سلفی ها رو در اونجا کامل بستن، همه رو ویران کردن و خدمت بعضی از این فتنه‌گرایی که در هرات هستن و الان هم فتنه‌گری میکنن دقیقاً بهشون اخطار میکنیم. همین بلایی که سر وهابت در جوزجان اومد، از جوزجان تا هرات هم خیلی فاصله نیست. همین بلا رو به زودی مردم شریف افغانستان، حنفی های غیور افغانستان سر شما سلفی های پلید هم خواهند آورد و خواهیم دید که در هرات هم اون دارالعلوم هایی که شما به هر حال اونجا درست کردید به همین زودی انشالله خراب خواهد شد. بله. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. تشکر جاوید جان عزیز. استاد مسلمیاری عزیز، صحبت های این آخوند سیغزاده را شنیدید که گفتن که حنفی های غیور به شما سلفی ها نمیفهم اجازه نمیدهند، مدارس شما را اونجا ما در جوزجان دفتر شما را بستیم، در هرات هم مدارس شما را میبندیم. هدفشان از مدارس سلفی ها در هرات دارالعلوم عالی انصار بود. میشنویم صحبت شما را، تعلیق شما را در مورد صحبت های این آخوند و حادثه جوزجان و در مجموع درگیری هایی که میان جوانان اهل سنت حنفی یا سلفی به نام حنفی و سلفی که درگیری های میانشان رخ میده. حالا ما فهمیدیم که از کجا این آتش افروخته می شده که ها تفرقه اندازی می کرده میان جوانان اهل سنت. میشنویم صحبت شما را. متاسفانه جای بسیار تأسف است که کسانی از یک طرف داعیه وحدت و داعیه اتحاد در میان مسلمان ها سر میتن و از طرف دیگه با این بیشرمی که اینجا زبان از آخوان شنیدیم میان تنهایی که به صورت کلی باعث جنجال ها و نفاق و شقاق در میان مسلمان ها میشن. باز متاسفانه یک عده از کسانی در بنام حنفی که حقیقتا هرگز اونها از لحاظ اعتقادی عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله را دارند و هم از لحاظ فقهی از پیروان واقعی امام ابو حنیفه رحمه الله هستند. باعث سوء استفاده از این نام میخواهند که در میان اهل سنت تفرقه و نفاق ایجاد بکنند و اما انسان‌های آگاه و دانا میدانند که اهل سنت چه حنفی باشه چه غیر حنفی باشه هم از لحاظ اعتقادی یکی هستند. اختلافات در فروعات فقهی یک اصل هست، دیگر کار کردن نمیتونند. خود شریعت اجازه اجتهاد نداده و اجتهادات در بین علما یک موضوعی است که نه تنهایی که باعث جنجال و نفاق و شقاق نیست و مورد به ما رقمی که توضیح میتن خود از دلالت به وسعت و گستردگی شریعت اسلامی میکنند. متاسفانه این موضوعات تنها در این مسائل خلاصه نمیشه. ما جنجال و مصیبت هایی که این مردم ایجاد کردن تنها حتی در یک کشور خلاصه نمیشه. جنجال های بسیار بزرگ و عظیمی در کشورهای منطقه ایجاد کردن و متاسفانه بسیار قدرت با همه امکانات رسانه‌ای، امکانات اقتصادی، امکانات مالی، همه امکانات خود استفاده میکنن و به هر شکل و اشکال این موضوع دامن میزنن. چند وقت قبل هم یک برنامه که ما در مورد ثقافت اسلامی داشتیم در اونجا مشوره کردیم. نامهای کسانی که صراحتا دامن به اختلافات میزنن و متاسفانه در اونجا باز حتی به بحث احناف بسیار به صراحت تعرض کرده بودن. من دوستان رو برنامه رو دیده باشن به مستند ذکر کردیم که در اونجا صراحتا برای
منابع اساسی عقیده امام وحید رحمه الله که شرح طحاویه و علمایی که کتاب را شرح کردن، نویسنده کتاب تعرض کرده بودن و نمونه از اسلامگرایی معرفی کرده بودن. دیگه عقیده مشکل از اینها حقیقتا با قرآن و سنت است. هر کسی که با هر نام و نشانی در هر جایی که دعوت به طرف توحید را، دعوت به طرف بازگشت به قرآن و سنت را، دعوت به طرف فهم درست از دین را بیان بکنه، حقیقتا این مردم میدانند که دکانداری که اینها به نام دین جور کردن، دکانداری از اینها بسته میشه و تهدید میشه. به اون خاطر اونها از هر راهکار متاسفانه مفسدانه دست به این موارد میزنند و یک مشکلی که متاسفانه در میان یک عده از علمای منسوب به سید امام ابو حنیفه رحمه الله است که یک عده از اونها یا شاید از روی جهل و یک عده هم شاید با عوامل دیگه که مصارف زیادی که کسانی میکنن اونها را شاید مبالغه نباشه اگر بگیم میخرن و اونها را استفاده میکنن و این مشکل در افغانستان واقعیت خیلی حاد است و مسئولین و علمای افغانستان و دعوتگرای افغانستان قطعا باید خطر جدی بگیرن و به هر طریق ممکن جلوی این فسادها و اختلافاتی را که عده بسیار به صراحت و نام گرفته میان در مقابل از این موضوعات اینا دفاع میکنن و ایره دامن میزنن، واقعا باید در مقابل از این سادگی شود. من فقط میخواستم یک موضوع را در مورد مجموعه احیای سنت اشاره بکنم. مجموعه احیای سنت یک نهاد رسمی بر اساس جواز فعالیت داره. تقریبا 92 تا حال در افغانستان فعالیت میکنه، در زیادی از ولایات افغانستان نمایندگی داره. یک نهاد رسمی دولتی است. تعرض به او در حقیقت تعرض به دولت و یک نهاد است که از طرف دولت جواز گرفته و همون قضیه را که در اونجا یک عده از کسانی متاسفانه به نام عالم دامن زده بودن، قضیه از اونها فعلا دستور والی هست و تحت تعقیب جدی قرار داره و دولت وظیفه داره، مسئولیت داره از یک نهاد و از یک ارگانی که برش اجازه فعالیت میده. وقتی تعرض میشه باید از اون دفاع بکنه و متاسفانه یک انسان‌های جاهل در اونجا توسط یک کسانی که حالا این چیشان مشخص شد تنگیده داده میشن در اونجا میآیند شاگردان محصلین اوناس محصلین ذکور اونها را تهدید میشه و متاسفانه موضوع در توپ قرار میگیرن، با قرآن کریم اهانت میشه، با کتب احادیث اهانت میشه، حتی وسایل دفتر که مردم بیچاره و فقیر با کمترین امکانات از جیب خود خرج کرده بودن وسایل دفتر برای خود گرفته بودن، حتی اونا را به نام غنیمت گرفته بردن. ما حقیقتا در اون وقت بر ما کمی عجیب بود که چطور یک کسی به عنوان یک عالم حنفی به این کار را بکنه، اما حال ریشی از اینا معلوم میشه که اینا مردم دیگه هستن و اینا به دنبال اهداف دیگه هستن. حقیقتا یک زنگ خطر است که ضرورت داره به این که علمای افغانستان و دیگر مسئولین که در این عرصه کار میکنن متوجه خطر باشن و اگر جلوی این فساد و فتنه‌گری ها و استقلال‌بینی ها گرفته نشه در آیندهش نچندان دوری باعث جنجال ها و مشکلات بیشتر شود. ما همیشه از جنجال ها هشدار دادیم، امیدوار هستیم گوش شنوایی باشه و این سخنان را نادیده نگیره. انشاءالله. تشکر. سلامت باشید استاد مسلم یار عزیز، استاد دانشگاه کابل که از کابل افغانستان با ما بودید. تشکر از شما. خدا حافظتون. بیننده های عزیز و گرامی، میان برنامه کوتاه را میگیریم و با تماس های گرم شما برمیگردیم. با ما باشید. آیا دلمرده ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود
مانند کسی است که در تاریکی به سر میبرد و نمیتواند از آن بیرون بیاید. این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. باز هم سلام مجدد دارم خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی برنامه قلب آسیا. موضوع این هفته ما بود توهین شبکه ولایت به ملت شریف افغانستان. البته حالا نوبت شما بیننده های عزیز رسیده است، گرچه وقت برنامه ما وقت معین شده که 1.5 ساعت است تمام شده، اما ما از کارگردان عزیزمان خواستیم که برای ما نیم ساعت اضافی وقت بدن تا ما بتوانیم تماس های بیننده های عزیز را داشته باشیم. شماره برنامه را جاوید جان عزیز زیرنویس کردن. بیننده های عزیزی که میخواهند در مورد موضوع این هفته ما که توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان بود صحبتی داشته باشند، حرف داشته باشند، حتما میشنویم. جاوید جان اگر بیننده های پشت خط هست بریم به سراغ اولین بیننده را به اجازه جناب مارونو ما میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. شبکه وصال حق. بله شبکه جهانی وصال حق برنامه قلب آسیا است. موضوع این هفته ما بود توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان. بفرمایید. بله زینب هستم از هرات، یکی از معلمین شهر هرات هستم. اولا سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب مولانا صاحب انصاری و خدمت شما مجری گرامی و علیکم السلام تمام بینندگان عزیز و وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله. بله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی، خواهر زینب، بفرمایید صدای شما را داریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب مولانا صاحب انصاری و خدمت شما مجری گرامی و تمام بینندگان عزیز شبکه وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر. فقط میخواهم به صفت یکی از معلمین هرات و نمایندگی از زنان هرات توهین شبکه ولایت را به شدت محکوم نمایم و میخواهم بگویم که توهین به مولانا مجیب الرحمن انصاری یعنی توهین به ملت افغانستان، یعنی نه تنها توهین به ملت افغانستان و تاجیکستان بلکه توهین به جهان اسلام است. خاطر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث انبیا هستند و به راستی که این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمایند دوستی با انصار نشانه ایمان و دشمنی با انصار نشانه نفاق است. و مولانا صاحب انصاری این را باید بگم به تمام جهانیان، باید برسانم ای که من مادر یک چند فرزند هستم. من مادر چند فرزند هستم. دشمنان دین و دشمنان اسلام این را باید بدانند که من خود را و فرزندان خود را و کل خانواده خود را فدای مولانا مجیب الرحمن انصاری می نمایم و این حرف من تنها حرف من نیست بلکه حرف تمام شیرزنان هرات قهرمان است. زنده باد مولانا مجیب الرحمن انصاری، مرگ بر کسانی که توهین میکنند. تشکر، سلامت باشید خواهر گرامی. تشکر از تماستان و صحبت مملو از احساسات پاکتان را شنیدیم. امیدوار هستیم که صحبت شما به آخوند مکارمی شیرازی برسد. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. تشکر، سلامت باشید خواهر گرامی. الو. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم شبکه وصال حق. بله بیننده عزیز شبکه جهانی وصال حق برنامه قلب آسیا است. بفرمایید موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان. بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، تقدیم به سلام به مجیب الرحمن انصاری. و علیکم السلام و رحمت الله. ما واقعا امیر به مجیب انصاری میگه با هم دیگه
این مولای شهر رافضی ایران که با ما مخالفت تخم کینه تو افغانستان اتفاق کرده. بله ما پشتیبان مجیب آقای مجیب انصاری هستیم. مجیب آقای مجیب انصاری فقط بگه جهاد، ما برای اتنا تعاطفات خوب بقول جهاد میکنیم وارد شهر. فقط یک دفعه امی علماء افغانستان بگه جهاد در علیه ایران، برای علیه هر جا باشه شهر با شما طاقت خود به خدا میزنگیم. تشکر تشکر میکنم. برنامه خوب است شما. برنامه خوبه. وقت شما اضافه نمیرم. خدا فضل. تشکر از تماستان و صحبت مملو از احساساتتان. تشکر بیننده عزیز، خداحافظتان. میریم سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خوش آمدید. برنامه قلب آسیاست. موضوع برنامه ما هم توهین شبکه ولایت و ملت افغانستان است. بفرمایید. ما سلام خدا برای هر دو برادر بزرگوار تقدیم میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. تنها خواستم بگویم که وقت ایمان یک دعوتگر واقعا معلوم میشه که دشمن سرش توهین کنه و بدرت بگویه و این ایمان قوی ترین ایمان میشه که دشمن الله را دم شکر کنه که دشمن تعریف آدم نمیکنه. واقعا. و دوم وقتی که شیرها خواب باشند روباه خود بامبا میگردن. هی حکومت افغانستان با الله قسم است که حکومت اسلامی میگه هیچ رایش به اسلام برابر نیست. یک حکومت شیطانی است. یک حکومت است که به میلیون‌ها دلار گرفتن در دبی و کجا به مصرف رساندن. نه از دین خبر است، نه از مسجد خبر است. شما باور کنید که مثل که استاد در یک پروگرام خود گفت که پانتون آرایشگاه شده چند سال بعد به زایشگاه تبدیل میشه. و این حرفش مرا خوشم آمد که همه طور میشه اگر می حالت باشه. برادر افغانستان بیدار شوید. شما از سوریه عبرت بگیرید که 70,000 نفر در یک روز کشتن، 300,000 نفر در یک ماه قتل کردن. به الله قسم سرتان میآید. با خدا در مسجدها شهیدتان میسازن. بیدار باشید. تنها ملت هرات نمیگم، تمام افغانستان میگم که رافیزی ها مثل گرگه های زمستان واریست که سر رمه حمله میکنن و اینا لاشخورای بسیار خطرناک هستند. تشکر. بیدار شوید ملت. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید اینکه پیامتون به ملت شریف افغانستان رسیده باشد و شیران خفته‌ای که شما گفتید آنها بیدار شوند. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، برنامه قلب آسیاست. موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت و ملت افغانستان. بفرمایید. تحصیل شما. سلام علیکم خدمت جناب حضرت مولانا انصاری و در تمکانان رادیو تلویزیون وسال حق. و علیکم السلام. درود و پاک داریم بر روان رسول الله صلی الله علیه و ازواج و اصحاب مطهرش صلی الله علیه و سلم. جناب مولانا انصاری، بازم از سلام و علیکم خدمت شما و تمام بیننده ها و به ارتباط موضوع برنامه شما باید در دل خود و جمع کثیری از جوانان و مسلمانان و مجاهدین هرات و خدمت شما بگم که توهین به جناب مولانا شیخ مجیب الرحمن انصاری تصدیقی شبکه ولایت نه بلکه شبکه بقاوت و شبکه دست افغان صورت گرفته قلوب و مؤمنین و مجاهدین کشور افغانستان علی خصوص مجاهدین ملت شهید پرور را سخت جریدار نموده و این هم تیر زلاوی دیگر یا که برتریتر اسلام دشمنان و منافقین و این اولادای ابن سبح یهودی وارد شده است. این منافقین خود شما در جریانیم که با عبا و قبا و ادعای دوستی با پیامبر و اهل بیت خود میخوایم که خود را پیروان ناب محمدی نشان بدم، اما قافل از اینم که هیچ وقت ما اونا را قبول نداریم و تمام مردم هرات متوجه دسیسی از اینا هستم و باداران از اینا کار نکنن که باداران شرقی و غربی اینا از اینا به صلاح خوش بشه. اینا جز توهین و لحن و صب و دیگه فرید کار ندارم.
اینا بر علاوه که به جناب مولانا انصاری و بزرگان و اهل سنت را توهین کردن، این توهین نسبت به توهینی که اونا به ازواج مطهرات میکنن و به صحابه پیامبر میکنن و به جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میکنن، این توهین خوبیه. اینا دین اینا، آیین اینا و مذهب اینا متاسفانه توهین و به اصطلاح فحش و ناسزایه. اینا به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا رقیب پیامبر و خصوص پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توهین میکنن، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتم اگر به من اجازه میدید که من خلیل میگرفتم همون ما تو انتخاب میکنم. اونا به عثمان ذوالنورین که صاحب دین نور بود توهین میکنن، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اگر من دختر سیونی هم میشم به تو میدم. اونا به علی مرتضی و به فاطمه خیبر و به علی که محبت سنگ محبت سینه میزنن، اونا به علی حیدر توهین میکنن و هر چی که فکر میکنن و به دیگر صحابها و به امهات المؤمنین که مادر ما و مادر تمام مسلمین جهان رو توهین میکنن. حتی اونا به بهترین عالم جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم توهین میکنن. اما قاصد از اینم که الله باز میفرماید و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر ان الله علی کل شیء قدیر. توهین آنان قلوب ما را جریه‌دار نموده و به درد آورده است، اما این در مقابل زخم‌هایی که به همه سوالان هیچه. و من در اخیر جناب استاد یک توصیه دوستانه دارم برای برادران اهل تشیع. ما سالیان سال با برادران اهل تشیع زندگی کردیم به ایران به این خطه، هیچ مشکل نداشتیم. خیلی از دوستا با برادران تشیع و مال خویشی و دوستی و محبت دارم، اما این روافض و این روافضی که از شبکه ولایت و از به اصطلاح شبکه ولایت فقیه یا از نظام جمهوری که نمیتونن بگیم اسلامی رو میخوره، اینا کل اصل عداس اینه که اینا از افغانستان رو مثل سوریه، مثل یمن، مثل عراق بکنم و یک هشداری برای برادران تشیع. اینا الحمدلله هیچ نفاق نمیتونن نعمت ثمن بندازن. اینا فقط میخوام با شیعهایی که اونا قبول ندارن، شیعهایی که با سنی‌ها خویشی دارن و رابطه دارن، میخوان اینا با سنی‌ها بودن، اما قافل از این که شیعه خود هم روافض قبول نداره و هشداری از طرف من به صفت یک جوان برای دوستان شیعی که در حیات زندگی متوجه باشن که جرقه‌ای از این آتش زده شده و خدا نخواسته ما طبق بهندی پیشتر گفت به سرنوشت عراق و یمن و سوریه گرفتار نشیم. انشاءالله. تشکر بیننده عزیز. بیننده های زیاد پشت خط داریم. تشکر از تماستان و صحبت های خیلی جالبتان. خداحافظ. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و خدمت مولانا فضلی و رحمان انصاری ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز مختصرا نظرتون را در مورد موضوع برنامه ما که توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان بود ارائه بفرمایید، چون بیننده های زیاد پشت خط داریم. بفرمایید. بله. من شنیدم توهین حرفاشون این آخوندهای رافضی قبل پرست میخوان که در افغانستان هم یک ملت شریفی که اهل سنت هستن میخوان اونورم به نام حنفی و نمیدونم سلفی بدنام بکنن و توهین بکنن. شما آخوندهای قبل پرست هرگز نمیتوانید در یک ملت بزرگ اهل سنت افغانستان توهین بکنید و یا شما بتوانید اون مردم متهم بکنید. چرا که شما دیگه همون 1-2% آبرویی که در جهان داره، اگر میخواهید که همون 2% آبرویتون هم از طریق افغانستان بره شما بازم دخالت بکنید، چون که در نایجریا هم دخالت‌هایتون خیلی به چه حالت کشانده شد. در هر کشوری که شما پا نهاده همون کشور بدبخت ساخته، اما ملت افغانستان مطمئن باش ملتی هستن که شما نمیتونید هرگز آسیب برسانید و اگر بخواید دخالت بکنه ان شاء الله توسط ملت افغانستان نابود خواهید شد. اما آبرویی هم که داره 1%-2% اما هم از بین میره. شما رافضی قبل پرست و پست پرست. خدا حافظ. ان شاء الله. تشکر بیننده عزیز. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز موضوع برنامه قلبی آسیا توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان است. بفرمایید. تشکر. سلام از ادب دارم خدمت شما و خدمت جناب مولانا صاحب انصاری و تمام بیننده های عزیز شبکه جهانی و صالح.
و علیکم السلام. شیخزاده های توقعی نیست که اونا توهین میکنن. شما دیدین که در هفته گذشته اونا توهین داشتن، باز این هفته اونا توهین کردن و این موضوع هم در کتابای خود از اینا هم بود. آقای انصاری عزیز هم پاسخگویی از اینا دادم. از اینا هیچ توقعی نیست، چون اینا تا به حال مجیب الرحمن انصاری و جد مجیب الرحمن انصاری تا به حال نشناختن. مجیب الرحمن انصاری را من میخوام برای شما معرفی بکنم. یک مجیب الرحمن انصاری یک عکس ازی قوقا و پاک از شما شیخزاده ها و تحت سپاه استاره. آنقدر برای شما احساس شرم شد که تا شما به رسانه های خود چیستیم برنامه گرفتیم. همون طوری که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت عمر فاروق گفتم ای عمر به کوچه‌ای که تو روان میشی شیطان به او کوچه روان نمیشه. من میخوام انا رو بگم که جناب مولانا انصاری یک عصر تو به شبکه‌های اجتماعی رسید، دنیا و تکان افتاد، کفر و اسلام تو رو میشناسه، ولی هنوز شیخزاده ها تو رو نشناختم. هنوز شیخزاده ها از حیبت تو لرزه به اندام اینا افتاده که یک عکسی با مولانا عبدالحمید گرفتی. چیزایی که شما با جناب مولانا انصاری گفتی اونا با خود شما برمیگرده، چون شما شروع کردید. تا به حال ما شروع نکردیم این توهینا رو، این گپار برای شما شیخزاده ها نگفتیم، ولی شما شروع کردید. ولی بشنوید هر چی که گفتید اونا از خود شما. هنوز هم ما به شما فرزندان ابواللؤلؤ مجوسی و فرزندان عبدالله ابن سبی یهودی و شما شیخزاده های خبیث برای شما میگیم. مجیب الرحمن دریا هست، مجیب الرحمن بحر بی پایان هست، خانواده مجیب الرحمن بحر بی پایان هست. شما به مثل کل به مثل خوک به کنار دریا که بریم هر لبلبه که بکنیم دریا نجس نمیشه. مکارم شیرازی و ابوالقاسمی جلوی این توهینا خود از رسانه ها بگیریم که اینا عواقب خطرناک برای خود شما داره. متوجه باشیم که ما اگر خواسته باشیم با این جریانات خود ملت هرات و ملت افغانستان شیعه و سنی به جان هم بندازید، ولی متوجه باشیم که شیعه و سنی هرات از شما بیزارم. شما تنها به مردم اهل سنت هرات یا به خانواده انصاری ها توهین نکنید. بیننده عزیز اگر اینها این توهین ها را نمی‌کردند، خب ما از کجا می‌فهمیدیم که اینها دشمن هستند؟ از طرف دیگه اینا لاف از وحدت و اخوت میان اهل سنت و روافض میزنن. البته اهل سنت با شیعیان مشکل ندارن که با روافض مشکل دارن. اینها دم از اخوت میزدن. حالا بگذارید که با این توهین ها چهره واقعی اینها را سنی های فریب خورده و خواب رفته بشناسن و شیعیان فریب خورده اینها را درست بشناسن که این روافض کیها هستند و چی میخوان. ما یک چیز دیگر هم میخوایم برای از اینا بگم که اینا حتی ارتباط به دارالعلوم گفتن برای از این. من میگم پدر شما که آمریکا بود در افغانستان فعلا شکست خورده از دست شیرمردان افغانستان. پدر شما که آمریکا بود شکست خورده. بابوی شما که روسیه بود او فعلا که او که شکست خورد رفت نام نشان تا به حال نموده. شما شیخزاده ها هم که به همین گپای خود که به رسانه ها شیشتید و بس کردید، شما هم شکست خوردی که خود اهل تشیع اگر تماس از اینا با شبکه وسایل حق رخ بشه از شما شیخزاده ها بیزاری میجویم و شما هم به این صحبت های خود شکست خوردید. شما خلیفا شما هنوز مجیب الرحمن را نشناختید. جد مجیب الرحمن که یک صحابه بود حتی شطور رفت به دم خانه از اینا خوابید. رسول معظم اسلام به خانه از اینا تیز کردن. خواجه انصار را که تمام کفر و اسلام خواجه انصار را میشناسه، مجیب الرحمن را میشناسه، ولی شما شیخزاده ها شما نشناختید. ولی ما منتظر یک اشاره مجیب الرحمن هستیم. وای به حال شما شیخزاده های عزیز. تشکر بیننده عزیز. تشکر بیننده های زیاد پشت خط داریم. از صدایتان معلوم بود که محمد شفیع امینی از هرات باستان بودید. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. مریم احمدی هستم از افغانستان. علیکم سلام و رحمت الله. خوش آمدید خواهر گرامی. موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان. بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. میخواستم در ابوالقاسمی تلفنچی بگویم ایره بگویم که توهین به جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری توهین به تمام ملت غیور افغانستان است. ما از ولایت کاپیسا یکی از
طرفداران سرسخت جناب مولانا مجیب الرحمن هستم و خودم را فدای جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری میکنم و همینطور خانواده بزرگوارم. تشکر. خواهر گرامی شما فعلا از ولایت کاپیسا هستین؟ بله از ولایت کاپیسا با تماس شدیم. شبکه وصال حق چطور نشراتشون رو درست میبینید شما؟ بله میبینیم و خیلی از حتی مکاتب ما خیلی از استادان با شبکه وصال حق میبینن، خیلی تاثیرات خوبی گذاشتن و من جناب مولانا مجیب الرحمن را از 12 سالگی از طریق کست ها میشناسم و خیلی احترام خاصی بهش دارم. تشکر. سلامت باشید خواهر مریم از کاپیسای افغانستان. خدا حافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. وقت ما هم مثل شمشیر میگذره. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. احمدی هستم از هرات. خوش آمدید برادر احمدی. موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت به ملت شریف افغانستان. گفتنی دارید؟ مختصرا بفرمایید چون وقت برنامه رو به پایان است. تشکر. زنده باشم. خواستم بگم که یک بار دیگه شبکه ولایت چهره کثیف خود برای ملت افغانستان خصوصا نمایش داد که واقعا دروغبافی ها و لافتبافی ها از شبکه قلبای ملت افغانستان خصوصا ولایت هرات خدشه‌دار کرد. خواستم بگیم که برای کسایی که این دروغبافی ها و این کارهای خطاهای بسردین انجام میدن نه به نفع دین و نه به نفع دنیایشان خواهد بود. به هر حال خواستیم بگیم که خاندان کسانی که او شبکه به آنها توهین کرده و در مجموع به مدارس هرات و به کل ملت افغانستان گویا که توهین کرده و امت اسلامی، این نهایت کار قبیحانه و زشتی است که از طرف یک شبکه‌ای که خود به نوعی منسوب به اسلام داره انجام بشه. بنان ملت هرات خصوصا در مجموع ملت افغانستان و همه نهادهای دینی و نهادهایی که واقعا به خاطر اسلام کار میکنه این کار این شبکه را تقبیح کرده و بس با این شبکه و با دستان در کاران آنها که توهین بزرگ روا داشتن یقینا تقبیح میکنن. فقط خواستیم که چند بگیم که یکی ای که ملت افغانستان خصوصا جامعه هرات با طول سالهای متمادی که با فرهنگ بسیار والا و بالایی که داشته و با پیشینه و عقبه های علمی و دانشمندای بزرگی که داشته توانسته که با بسیار خوبی و خوشی این شهر را که در واقع نگین خراسان هست و نگین خراسان شده است رشد بده و تا حال هیچ حرفی در این مورد و هیچ گپی نبوده و کسانی که این کار دامن میزنن حقیقتا به نقص و زیان خودشان خواهد بود. انشاءالله. بگذاریم که این حرفا را بزنن تا چهره واقعی آنها آشکار شود، تا ملت شریف افغانستان چهره واقعی این روافض را بشناسن. بله واقعیت و خودشان واضح ساختن که یعنی برای همه که کارشان دروغبافی است و این حرفی است که از دهان خودشان بیرون شده. تشکر برادر. تشکر برادر احمدی. بسیار زیاد میبخشید که وقت برنامه ما نیم ساعت اضافی گرفته بودیم، او هم به پایان میرسد. تشکر از صحبت جالبتان. بیننده های زیاد پشت خط هستند. جاوید جان میگوید تماس بعدی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی، موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان. بفرمایید. ماشاءالله. سلام احترام با حاجی صاحب دارم. حاجی صاحب مقامش هیچ کس گرفته نمیتونه و نه به مقام از او توهین میرسه. او یک آدم مقدس و یک آدم است که روشنی اما خانه ما و چشمای ما با او روشن است. کدام حاجی صاحب؟
آجی صاحب مجیب الرحمن انصاری صاحب می تلویزیون شما بسیار زیاد ما به او احترام داریم و به حد دور دوست داریم. خدا هر کس که توهین غلط با حیثیت اونا کردن خداوند کریم اونا رو جزای بده که خودش میفهمه و جزا رو که خودش لازم میبینه. ما دیگه نمیفهمیم و سلام و احترامات خود برش بسیار زیاد تقدیم میکنم. برادر ما بگوین هیچ وقتی فکر نکنی و نکدام تشویش به دل را بتی. جناب مولانا خواهر از شما میخوان که تشویشی را به دلتان را ندید. تشکر خواهر گرامی، تشکر از تماستان. خداحافظتان. جاوید جان بنده بعدی را بگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم برادر عزیز، ابو اسماء هستم از بغداد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز خوش آمدید. موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت به ملت افغانستان. بفرمایید. خوش آمد میگم به شیخ عبدالرحمن انصاری. اینا برادر عزیز تازه نیست براشون. این یک قاعده است برای همه. بگویم چه شیعه برادران شیعه چه سنی، به هر کسی آخوند گفت بده اون خیلی خوبه و برعکس من جوری. آقای عزیز والله و بالله اینا یک کاری کردن در عراق. آقای تو سیر نمیخوری از خون، میخوای فتنه در افغانستان. آخه شما اینجا چه مراجعی هستین؟ والله من شرم میاد بگم الان به فتوای مرجعی که نه پدر نداره اینجا در عراق فتوا داده تمام آبادی های عراق و شهرهای اهل سنت ویران. خدا شاهد همش ویران قتل عام کردن. برادران عزیز فتنه به نظر آقای مکارم سبعی شما نسبت میشناسیم و نسب آقای انصاری میدونیم. جدش در ترکیه است، صحابی جلیل ابو ایوب الانصاری، همه میدونن. شما کی توهین میکنید؟ کافیه به نظر من فشار براشون بیارین، سکوت نکنین. مرور الکرام این حرفاشون رد نشه. برای این میخوان شما رهبر قدیمتون با هواپیمای میراث سوارش کردن، 2 تا اسکورت هواپیمای جنگی امریکا کنکورد آوردنش در تعداد پیادش کردن بر ملت عراق و سوریه و اینجوری. این بدبختی‌ها به سر آورد. خدا حافظ. شما را به خدا می‌سپارم. تشکر. واقعا تعریف خیلی جالبی از آخوند داشتید. تشکر از تماستان. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله استاد فاتح عزیز صدایتان آشنا معلوم می شود. موضوع برنامه ما هست توهین شبکه ولایت به ملت شریف افغانستان و به خصوص ملت شرافتمند هرات. جناب استاد بزرگوار آقای رحیمی بزرگوار و جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری، الله متعال هر دوی شما را حفظ بکنه و بنده برنامه را تا حد دیدم و جزاکم الله خیرا. واقعا آنچه که باید گفته میشد جناب مولانا گفتند و همچنین شما هم گفتین و بیننده ها هم گفتند، ولی من میخوام چند نکته بسیار کوتاه اشاره بکنم چون وقت برنامه شما هم بسیار کمه. بفرمایید. آن این که این آخوندک، یعنی من به این آخوندم نمیگم، این آخوندک خب به هر حال خیلی سویه‌اش کمتر از اینه که در مورد مولانا مجیب الرحمن و در مورد اجداد بزرگوار ایشان صحبت بکنه. خیلی کوچکتر از اینه که اصلا به زبان خود بیاره. و من برای از این توصیه میکنم که هر وقتی که اگر دوباره میخوای اشتباه تکرار بکنه دهانش رو چند بار بشویه بعد مرتکب این جرم بزرگ بشه. به هر حال جناب استاد رحیمی بزرگوار خب میدانین شما که اینها یعنی حقیقتا آنچه که نسبت داد به مولانا مسئله ناصبی بودن، چنانچه برخی از مهمان‌ها شما تقریبا به این موضوع اشاره کردن که اینها حتی امام ابو حنیفه رحمه الله را هم ناصبی میگن و کل اهل سنت ناصبی میگن. یک امر تازه‌ای نیست. و باز به خصوص این نفر، یعنی اگر شما در موردش معلوماتی داشته باشین میفهمین که این بسیار حتی و حتی صریحاً در فضای مجازی به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه توهین میکنه، تهمت میزنه، به کل صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم تهمت میزنه و دروغ میگه.
و من فقط میخوام یک توصیه بکنم جناب استاد و بعد حرفم رو تمام بکنم. بفرمایید. با اینکه این نفر آمد گفت که به هر حال ما در جوزجان چی کردیم و در هرات هم این کار میکنیم با مدارس اهل سنت و جوانای احناف و فلان و این و آن. بله. من میخوام یک توصیه برای این جناب عالی بکنم، فقط یک بار لطف بکنه با هرات یک بار تشریف ببره اونجا. بله. بعد معلوم میشه، ببینه که مردم با او چی برخورد میکنن، همان جوانهایی که این از دروغ یعنی در میان سلفیت و حنفیت میخواد تفرقه ایجاد بکنه. بله. و یک سلفی نامگذاری میکنه و یک حنفی، همین یک جرأت بکنه این و دیگه دار و دستش یک چرخ به هرات برن ببینن که مردم هرات چگونه از اینها پذیرایی میکنن و به هر حال چی مهمان نوازی با اینها خواهند کرد. به هر حال جناب استاد این حرف کوتاهی بود، وقت برنامه شما نمیگیرم. تشکری میکنم از شما و تمام دستاندارکارانی که زحمت کشیدن این برنامه را اخراج کردن و همچنین از جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری و الله متعال ایشان و شما و تمام عزیزان را حفظ کنه. آمین. تشکر استاد فتح عزیز از این مشارکتتان. تشکر. امیدوار هستیم که پیام شما به اصطلاح خودتان به این آخوندک رسیده باشد. جاوید جان تماس های زیاد پشت خط داریم و ما نمیتونیم بگیریم چون از وقتی که برای ما اضافی داده بودن از او هم گذشتیم. تشکر میکنم از تمامی عزیزانی که تماس گرفتن و ابراز محبت کردن و اعلان حمایت و پشتیبانی کردن از جناب مولانا صاحب انصاری و در حقیقت پشتیبانی آنها از شخصیت جناب مولانا نیست بلکه از مقدسات اسلامی است، از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میزبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و بیننده هایی که پشت خط ماندن ما نمیتونیم تماس های شما را بگیریم. امیدوار هستیم که در برنامه های بعد بتونیم بیشترین تماس ها را داشته باشیم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. تشکر ویژه دارم از استاد فاتح عزیز که با صحبت های جالبشان ما را روحیه بیشتری بخشیدن. میایم طرف مولانا صاحب انصاری. تعلیق اگر دارین، صحبت پایانی اگر دارین میشنم. تشکر. من حقیقتا نمیفهمم با چی زبانی از بینندگان عزیز و گرامی، از محبان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، از محبان انصار و از ملت شرافتمند افغانستان تشکری کنم، خصوصا در ابتدا که خواهر ما زینب تماس گرفتن واقعا اشاره کردن که خودم و اولادهایم را من فدای فلانی، یعنی حقیقتا هدف اینا فدای من نیست، فدای دین هست. یعنی این مادران قابل قدر هستند و دعا میکنم الله سبحانه و تعالی به اولادهای این خواهر بی زینب الله عمر با برکت عنایت بفرمایه و جان اینا سالم داشته باشه. و همچنین خواهر دیگر ما که از کاپیسا باز هم گفتن که من از 12 سالگی کسیتا و صحبتار پیگیری میکردم و الان جان خود فدا میکنم. الله به جان این خواهر و سایر برادران و خواهران به جان اینها الله برکت عنایت بفرمایه و جان اینها حفظ داشته باشه از همه آفت ها و اینها. و عزیزان دیگری که من فرصتی نیست نام اینا رو بگیرم اشاره کردن که شما به ما دستور بدهید که ما تخم شیعه را بربندازیم یا بالاخره حرکت بکنیم و قیام بکنیم. و فقط شما من واقعا تشکری میکنم از ملت افغانستان و ملت هرات و که اینها از علمای خود واقعا اجازه میگیرن، فرمان میگیرن. ما با آقای مکارم شیرازی و با دیگه سایر کسانی که این اختلافات و این تفرقه ها ایجاد میکنن کار نکنن که روزی از ما اجازه نگیرن و دست به اقدام بزنن این ملت و برای فعلا که گوش به فرمان و اجازه میگیرن، اما نکنن روزی که این ملت اجازه نگیره و صبرنا لبریز بشه و بدون اجازه دست به کاری بزنن که آن وقت جمع کردنش مشکل خواهد بود. از همه عزیزان و بزرگواران که تماس گرفتن، خصوصا خواهر ما که گفتن که توصیه کردن که شما تشویش نکنید، فقط یگانه تشویش من این هست که تهمت و بهتان برای یک ملت و بالاخره کسانی که تشویش من این هست که چرا این انسان هایی که دم از همه فهمیدگی میزنن چرا نمیفهمن. تشویش اینجاست، مگر در غیر این که توهین که به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، به ام المؤمنین، به شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میشه. و نکته‌ای که برادر ما از بغداد اشاره کردن خیلی نکته جالبی بود که فرمودن که هر انسانی که روافض تایید کرد، آخوند بله آخوند تایید کرد بدا به حالش
و هر انسانی که آخوند رد کرد خوشا به حالش. بسیار نکته جالبیه که در حقیقت من در اخیر از همه خواهران برادران از همه تشکری میکنم. توصیه من برای همه عزیزان اینه که صبر، استقامت، بردباری. برای عزیزان اینه که نشه که خدای نخواسته به خاطر توهین یک شبکه‌ای که آن شبکه هم میدانیم که کارش جز توهین به مقدسات مسلمان ها چیز دیگری نیست، امروز ما بیاییم خدای نخواسته شیعه و سنی به جان هم دیگر بیفتیم. همانطوری که برادروار زندگی کردیم، شیعه و سنی برادروار زندگی میکنیم در کنار هم دیگر. و من مطمئنم شما فرمودید که پشت خط کاملا پر هست که دوستا پشت خط موندن و من مطمئنم که چقدر تعدادی از خواهران و برادران شیعه پشت خط هستن که بیاین انزجار و نفرت خور از این شبکه بیان بکنن. پس بناهن در بین هم دیگر مهر و محبت، وحدت اصلی و اساسی، نه به دروغ، شعار دروغ نه. شیعه و سنی کنار هم دیگر زندگی کردید و باید زندگی کنید و دست به دست هم داده دشمنان اسلام را ناامید کنید با وحدت خود، با انسجام خود، با اتحاد و اتفاق خود. خواهر و برادر شیعه در هر گوشه از دنیا هستند که توهین به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارن، با امهات المؤمنین توهین ندارن. خواهر ما هستند، برادر ما هستند، نور چشم ما هستند. بناهن توصیه من به همه ملت هرات، ملت افغانستان اینه که وحدت خود را حفظ کنید، چون خیلی از عزیزان تماس اینا این بود که این حرکت ها میخواهند که سوریه دیگری ایجاد بکنند در افغانستان، میخواهند که عراق دیگری، میخواهند یمن دیگری و بالاخره در افغانستان. پس بناهن به جان هم دیگر افتادن شیعه و سنی به نفع امت اسلامی نیست. این کار بیایید دست روافض را از سر امت اسلامی کوتاه بگردانید. توصیه اخیر من برای جناب آقای مکارم شیرازی، شما مسئولیت عامتان دارید. قلوب امت جریحه دار شده از طرف شبکه شما، از طرف نائب شما، از طرف تریبون شما. بناهن هر مشکل در افغانستان، در مدارس افغانستان و در بین شیعه و سنی ایجاد شد، مسئولیت اول و آخر را شما دارید. در غیر آن این شاگردان بی‌ادب خود را مؤدب بگردانید و اونها را متوجه بسازید که از آدرس شما، اگر نماینده شما نیستن، شما از اونها اظهار انزجار و نفرت و براءت کنید. اگر نماینده شما هستن، بیایید اعلان بکنید که بله نماینده ما هست و ما بالاخره این تفرقه افکنی ها را ایجاد میکنیم. و من مطمئنم که شما وقت این پیام را بشنوید و صدا و ندای بینندگان را شنیده باشید، مطمئنم که شما هم جناب آقای مکارم شیرازی، شما هم از این کسانی که تفرقه ایجاد میکنن، کسانی که در شبکه ولایت هستن، از اونها شما اعلان براءت میکنید. مطمئن هستم شما دوست دارید وحدت امت اسلامی را، اخوت را بین مسلمان ها. مگر اگر شما از ملت افغانستان معذرت خواهی نکنید، هر مشکلی که در بین ملت افغانستان شیعه و سنی خصوصا مدارس ایجاد بشه، مسئولیت عام تام اول و آخر به دوش شما خواهد بود. الله سبحانه و تعالی برای همه ما بیداری اسلامی، شعور اسلامی عنایت بفرماید. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که دست به دست هم داده و خصوصا این صحبت ها الله سبب بیداری ما، خصوصا و بالاخص بیداری اهل سنت و جماعت، اینهایی که میخوان به نام حنیفی، به نام شافعی، به نام مالکی، به نام حنبلی و خصوصا در افغانستان به نام سلفی و به نام حنیفی. امام ابو حنیفه جز سلف صالحین بود. هر حنیفی واقعی هست سلفی و هر سلفی واقعی هست حنیفی. الله سبحانه وتعالى ما را پیرو قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم بگردانه. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر میکنم از تمامی اساتید بزرگواری که در این برنامه سهم شدن و همچنان بیننده های عزیزی که تماس گرفتن و ابراز احساسات کردن. همچنان تشکری ویژه دارم از همکاران عزیزم جاوید جان و فرید جان که خیلی زحمت میکشند پشت صحنه. همه شما عزیزان را تا برنامه‌های بعد به الله یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.